عزیز. دوستان، برای پیشرفت کاری ما ابونه شدن را و لایک گذاشتن را فراموش نسازید. این همه زحمت ها به خاطر شماست. برای زحمت های ما را قدر کردنتان از شما سپاسگزاریم. تشکر برای توجهتان. салом дӯстони азиз, ба шабакаи аслии мо дар ютуб бо номи умедҷон HD обуна шавед ва филмҳои наву ҷолибро бо сифати баланд ва бо шакли пурра тамошо кунед. дастгирии шумо пешравии мо. умедҷон HD ҳамеша бо шумост азизон. умедҷон HD ҳамеша бо шумост азизон. تاجیکستان به پیش همیشه به پیش، وطنی جان به پیش همیشه به پیش، ملکی جانان به پیش همیشه به پیش. تو خود گفته بودی همراه عدیه میبینی. زنگ زدم او در قریه بود. کل روز کجا بودی مادر؟ چرا برام دروغ گفتی؟ رفته بودم با خود کار پیدا کنم. اگر میگفتم باز اجازه میدادی دخترم. در این حالتی که داری کار چی ضرور است؟ او بعدن هم پیدا میشه. عجله نکو. نمیشه دخترم. بیبی شوهرتان بیکار است. من بار دوشتان شدم. پولم نداره. باید کار کنم که کسی سرتان گپ نزنه و من راحت باشم. درست است، اما من میترسم مریضیت زیادتر نشه. حداقل تا وقت خوب شدنت صبر میکنی. تشویش نکن دخترم، من کاملا خوب هستم. بهتر است که کار کنم دخترم. این قسم دگام خوب نشه. درست است، اما باید البته اگر کارت سخت باشه باز ایلاش میکنی. صحتتان بسیار مهم است. درست است دخترم. خدا را شکر آهسته آهسته همه چیز خوب شده میره. خداوند بعد از یوم یک راه بر ما نشان خواهد داد. انشالله. او چاکلیت بسیار خوشمزه بود. دخترم خدا چی جور کردی؟ حالا بیا که روی تماشایم. پیش از آن همراه چاکلیت شکم تسیر کردی؟ بله. خواهش میکنم آقا عثمان بفرمایین. میخواستم بگویم فردا که میامدین بعد بیا برین اسناد سابقه جرمی تا نه بیارین. شما چی میگین آقا عثمان؟ این گپ دیگه از کجا شد؟ یعنی باید این کارم کنم؟ بله. ما این کارا کده نمیتونم. چرا؟ کدام مشکل دارین؟ بدونی و اسناد برم کار دادن نمیتونین؟ ببخشین خانم کنار، اما اگه سابقه جرمی سنگین داشته باشین باید به خود یک کار دیگه پیدا کنین خانم کنار. خدایا حالا من چی خواهد کردم؟ خوش بودم که کار پیدا کردم و بار دوش دخترم نمی باشم. مادر کدام گپ شده؟ نه خیر دخترم، خوب هستم. کی زنگ زده بود؟ همراه کی گپ میزدی؟ از جای کارم زنگ زده بودن، گفتن فردا وقتتر بیا. این موضوع کار مرا ناراحت میسازه. بعد از خوب شدن باز کار میکردی.
اما قسم خوبتر است. نه تو از خاطر ما تغییر میشی و نه ما ازی بیشتر ناراحت خود شدم. مادر جان، فقط نبودن تو مرا ناراحت میسازه. وقتی که تو همراهیم نباشی جگر خون میشم. خالای شای چوکلت مزه‌دارتر است. بیبی یک دونه دیگران باز کده. حالا او را به ما بدی. بعد از نان باز ای را بخور. من میرم میز آماده کنم تا نان بخورین. خالای شای فردام از این چوکلت ها برم بیاری، درست است؟ درست است، میارم انشالله. با خود کار پیدا کردم. من هم میفهمم او چه قسم کار پیدا میکنه. مردم از بیکاری مینالن، بازی هر روز به خود کار پیدا میکنه. زد کردم میخوایم اینجا باشه. من هیچ دقیقه زده و نیستم عروس. تو هم یک طرف بشی، اینقدر نگرد دیگه. خدای همراهیم کمک کن. مرا بار دوش اولادم نساز. مرا بدون خود به هیچ کس محتاج نساز. تو اگر یک دروازه را بسته کنی دیگه شه باز میکنی. با ما یک راه حل نشان بده. ایره بیبی معلوم میشه که بسیار برش خوشتیر میشه. البته دیگه مشکل کرایه و بل برخم نداره دیگه. چی غم داشته باشه. بله خانم آسیا، او خانم از کار اخراج کردن. خوب است. تو بازم از او چشمت دور نکنی. تشویش نکن خانم. چی شده مادر جان؟ صاحب او دکان چناره از کار اخراج کرده عروس. والا از شما باید بترسیم مادر جان. از هر مادری که در دیده باشه باید بترسیم. او هم مادری که درد اولاد دیده باشه. هنوز خلاص نشده. وقتی که نریمان امور از خانه بیرون کنه باز مجبور میشه که از اینجا بره عروس. بفرما مادر. تشکر فیدان جان. ناشه جان. میزنان آماده است، حالا برین دیگه. در کجا دیدی که بدون مرد خانه سر دسترخوان بشینن؟ البته گناهی تو نیست، گناهی مست. عروس ما تربیه مادری ندیده، باید همه قسم باشه دیگه ها. من همراه ارجمند گپ زدم. گفت نا وقت میایم شما نان بخورین، اما اگر تو میخوایی میتونی منتظر بشینی. حالا دیگه خالایش بیا سر میز. دخترم حالا خالایشی تا گرفته سر میز بیا. خالایش امروز پولی من پیشی، درست است؟ درست است. بورانی بانجان است. بله. تا آمدن ارجمند منتظر بودن نمیتونم. دکتر گفت سر وقت نان بخور. اگر سر وقت نان نخوری شکرت پاییت میایه. پیش ازی که نان خوردن شروع کنی بسم الله بگو. چی گفتی؟ بسم الله بگو. بسم الله. درست شد. درست شد. آفرین یک دانیم. حالا نانت بخور که سرد نشه. ارجمند آمدم. حالا خادیدی که چی میشه؟ تو گفتی که نا وقت میم، باز ما شروع کردیم. او اینجا چی میکنه؟ درست است ارجمند، ما خواستیمش. تو چی میگی سحر؟ تو یک بار باش پس خانه بیا. این زنده خانه ما چی میکنه سحر؟ آرام باش، همه چیز برات چی میگی. را برم میگی خانم سحر؟ در نصف شب او زن از خانه بیرون کرده. خب ما چی کنم؟ اینجا خانه هم نست چطور؟ چو باش بام که مشنم. بشنوه.
ولی از خدا چوب باش ارجمند. خب میفهمی او زن همراه ما چی کرد؟ باز میگی چوب باشم؟ از دست از او آرامش خانه ما از بین رفت. چطور تحملش کردم میتونم ها؟ او زن خونه میتونه سرک کنه. هیچ کسی کویم نداره. امروز برای خانه زیاد خریداری هم کرده. نه خریداریشو میخوایم نه خودشه. از این خانه گم شو بره. تو چی میگی ارجمند؟ سحر تحمل کردن نمیتونم. یا تو برش بگویی یا من دستش گرفته از این خانه بیرونش میکنم. تو هیچ وجدان نداری. گفتم او را از خانه بیرون کنه. تمام شب در پارک تیر کنه. بخواد یک جای دیگه پیدا کنه. فهمیدی؟ شوهر تق جانب از دخترم. به از ما اینجا زیاد بوده. تشکر دخترم. دروازه خانه تا برایم باز کردی. خداوند شما راضی باشه. اما همه قدر بس است. مادر صبر چی میکنی؟ دخترم نمیشه. بون که برم. نمیتونم. اجازه نمیدم. تو نباید از اینجا بری. سحر دختر مقبوله. بیبی همه بهترین کار است. ما باید از اینجا برم. بهزو من نباید از اول اینجا می آمدم. خوشی تو را ازت گرفتم. خوشی من تو هستی مادر. درسته اگه تو بری باز خوشی من میره. اگه تو بری باز سر من خم میشه. خواهش میکنم نرو. نمیشه. خدا به جای من قرار بده. آیا تو میخواستی که به خاطر من سر اولادت گپ زده شوه؟ یا نظم خانت بر هم بخوره؟ او وقت هر شب خواب سرت حرام میشه دخترم. هر لقمه که میخوردی از گلونه تیر نمیشه جانب. قسم نکن مادر. تو بارو دشمن نیستی. سحر دختر خوبه. به خاطر هر دوی ما این کار خوب است. خداوند به همگی مثل توی یک اولاد نصیب کنه. من از تو راضی هستم. خداوندم از تو راضی باشم. با خداوند می سپارمت. مادر خالش کجا میری؟ پیش یک دوستم میرم. با دوستت بگو که ما آمدن نمیدانم. نمیشه. بیبی او منتظرم است. باز خفه خواهد شد. اما که بیری پس من قهر میشم. درو اینجا بیا. دخترم گفتم اینجا بیا. حالا دخترم پدرت قهر نساز. نوش جانتان. ولی از خدا هرچه من یک چیز بگو. مادر تو باز شوربه آماده کردی؟ ما پخته نکردیم بچیم فیدان پخته کرده. تو خوشداری از خاطر آماده کردم. البته که خوش دارم. تشکر فیدان جان. زنده خواهش باشی. میکنم. قدرت کجاست؟ ندیدمش. هنوز نامده جانم. برای زنگ میزنم. کاکا بیادرم هنوز نامده. اینا نمیفهمن که باید همگی یک جای سر دسترخوان بشینن. اسما دخترم با بیادرت زنگ بزن که زود بیاید. عروس تو هم با قدرت زنگ بزن. درست است مادر جان. ها شاید قدرت باشه. برش بگو که مستقیم خانه بیاید. نه خیر جانم.
خانم نریمان زنگ زده. بله خانم نریمان. خب ای قسمت، بسیار خوش شدم. کار بسیار خوب کردیم. پیشم است البته که برش میگم. شام شما بخیر. جانم خانم نریمان امروز به دیدن مادرم آمده بود، بازم متحول گرفت. خب حالا که سر دسترخوان بریم. حالا دخترم. او کار خلاص شد مادر جان. ارجمند او کار حل کرده. سهر درو بخیست که بریم. جاچو سهر تو از حدت میگذری دیگه. سهر دیوانگی نکو بشی. حالا که شما بش خواسته که من قدر میتم احترام ندارین، پس مام نمی باشم. به اشتهای خوب نانتانه بخوری. سهر بیبی او زن بگونه ارزشی کار نداره. سهر اینجا بیا. سهر اعصابم خراب نکن، داخل بیا. ایلا بده دخترم بیا. بالش که برا بالاخره بس میایم. تو دیگه گپ نزن. مادر آیسته برو. تو همینجا منتظر ما باش، درست است؟ سهر مادر. سهر دخترم تو چی میکنی؟ مام همراه تو میایم. دورو اینجا بیا دختره. سهر دخترم تو دیوانه شدی؟ حالا پس به خانت برو. نه خیر، حالا که تو اینجا نمیایی پس مام همراه تو میایم. سهر این کارو نکن لطفا. ای بار نمیشه مادر، به خاطر که چند نفر تو را نمیخواه از تو منصرف نمیشه. سهر دخترم بیبی هیچ معلوم نیست که من چی خواد کردم. هیچ جای برفتنم ندارم. تو باید به فکر اولادت باشی. حالا پس به خانت برو. تو باید پیش خانوادت باشی. خانواده ما تو هستی مادر. سهر فکر میکنی اگه تو بری من راحت بودم میتونم؟ فکر میکنی اساش میشی که مادرم کجاست، چی میکنه، چی میخوره، چی مینوشه، شبا من خواب خواد بود. اولاد از مادرش جدا بودنم میتونم، مام از تو جدا شدنم میتونم. یا همیالا پس همراه ما بیا یا ما همراه تو میایم. اگه ضرورت باشه در سر سرک میخوابیم، اگه لازم باشه گوش نمیباشیم، اما یک جا میباشیم مادر. من 20 سال از تو دور بودم، حالا فقط به خاطر گپای مردم از مروی میگردانی. بانکه گپ بزنن، بانکه ناراحت شود. وقتی که تو همراهیم باشی هیچ چیز مرا اذیت کردن نمیتونه مادر. بیا که مشکلات یک جا حل کنیم. این بار نباید بترسیم و باید با مشکلات مقابله کرده و استوار استاد شویم. دستم بگی مادر، اینقدر محکم بگی که دیگه هیچ کس من از هم جدا کردن ندونه. جواب نمیده. خبرم نداده بود که وقت میایه. ای بچه کجا رفته؟ بیادرم هم تا حالا نامده. به نظرم قدرت آمد.
تو هستی؟ شامتان بخیر. کم ناراحت هستم، میخوایم به اتاقم برم. گوشکو چطور نمیخوری؟ نه خیر، فقط کم خسته هستم، میخوایم استراحت کنم. بچه بیا یک لقمه نان بخور. بیا زو از طرف روز خو هم دیگر نمیبینیم. حداقل غذای شب خو یک جا بخوریم بچه. ما هیچ گشنه نیستم، با شما اشتهای خوب میخوایم. ای بچه را چی شده؟ ما یک بارم روش گپ میزنم. قدرت تو کجاستی؟ موبایلت جواب بده دیگه. بچیم داخل آمده میتونم؟ بیاین کاکا بیاین. خفه معلوم میشین، خیریت است؟ چی شده؟ نه خیر چیزی نشده، فقط کم خسته هستم، خواستم کم وقتتر بخوابم. چتین دستت چی شده؟ نه خیر کاکا افتادم. با افتادن قسم اوار نمیشه. راست بگو با کسی جنگ کردی چطور؟ قدرت؟ قدرت؟ بچه‌م تو را چی شده؟ کی تو را به این حالت رسانده؟ این کاره کی کده بچه؟ چرا چوب هستین؟ بگوین. خوب میشه که خودشان براتون بگه خاله جان. با اجازهتون ما باید بریم، شفا باشه. فیدان زود باش، الکل و تکه بیار بریم، زود باش. نمیشه مادر جان، با یک شفاخانه میبریمش که دکتر معاینش کنه. ما خوب است مادر، گپ کلان نسازین. چطور خوب هستی؟ این حالت طبیبی بچیم. هر کس را با این حالت رسانده خدا دستش بشکنانه که این کار کده بچیم. امرایی که جنگ کدی قدرت. تو این کار کدی ها؟ بگو چتن بچه ما طولت کردی، جواب بده. تو چی میگی خانم کاکا؟ متوجه گپای دستی؟ او این کار کده؟ جواب بده. چتن تو رلت کده؟ عروس اینا مثل بیادر هستن. هیچ بیادر با بیادر ضرر رسانده نمیتونه، فهمیدی؟ میرسانه مادر میرسانه. دب بخیلی بیادره نمشناسه. بسه گپای ناق نزن عروس. کی ای کار کده؟ بیبی اگه چتن ای کار کده بگو، هیچ نترس. او تو رلت کده ها؟ مادر چتن کار نکده. در پانسون را یک نفر جنگ کدم. ای چه قسم گپ از بچیم؟ بگو که ای کار کده، باید با پلیس شکایت کنیم. مادر پلیسی چی؟ یک بار گفتم گپ کلان نکن. برکلا ما یک روز سخت بود. کوچشکو بخوابی، تو به استراحت نیاز داری. درباره هیچ چیز تشویش نکن. من امشبم رو خاله‌اش خوابیدم میتونم. تو را ناراحت خواد سخت. ناراحت چی دخترم؟ برعکس بسیار خوشم میشم. پس درست است. شبتان خوش. هیچ تشویش نکن، راحت بخواب تا فردا همه چیز خوب خواهد شد. البته همه چیز خوب میشه انشالله دخترم. حالا دیگه شبتان خوش. خالایشه امشبم داشتن قسم میکنی؟ تو که بخوایی البته که برات قسم میگم. یکی بود و یکی نبود.
چی حالت طبیبی؟ ما چقدر متوجه تو باشم؟ تو را به چی حالت رساندن؟ صدقه چام زیاد درد میکنه؟ مادر لطفاً برو. درست است بچیم، اما اگه به چیز ضرورت داشتی مرا صدا کن. باز ما میفهمم که امروز چی کار کنم. فکر میکنی قزود خلاص شد؟ باز بیبی که امروز چی کار میکنم. فکر نکو که من چوب میباشم. مزاحم خونه نیستم؟ استغفرالله کاکا، بیاین بشینین. از گپای خانم کاکایت خفه نباش بچیم. وقتی که قدرت چیزی شوه او عقل خود از دست میده. هر قدر که جنجالم داشته باشین من مطمئن هستم که تو به قدرت ضرر رسانده نمیتونی. کاکا ببینین، آدم وقتی که به بیادر خود ضرر برسونه او درد تمام عمر همراهش میباشه. او لحظه قهر فکر میکنه راحت خواهد شد، اما بعداً او یک عذاب وجدان بزرگ برش میشه. شما این کار نکنین. من میفهم اردویتون بچه های هوشیار هستین که این قسم کار نمیکنین. از این خاطر اعتماد مرا نشکنانین. درست است؟ بسم الله الرحمن الرحیم. مرا بجز از خودت به کسی دیگه محتاج نساز. برم توانایی بده که کار اوف ما حالا چی خواد کردم؟ بعد حالم گفتم کور از خانه بیرون کردیم، حالا پس هم معلوم میشه جای دیگام نمیره. مادر خیرت است؟ چرا زود بیدار شدین؟ در این گل صبح چرا اینجا شیشتین؟ جواب مرا بدی. او زن لوازمش جمع کرده از اینجا میرفت، چرا مانی شدی؟ مادر چو باش، ولی از خدا در این سر صبح باز شروع نکو دیگه. اگه میماندمش با سحرم از پشتش میرفت تو ندیدی چی میکردم؟ به خاطر یک خانم بیگانه دختر و خانم خود از دست میدادم. توبه. ما حالا چی کنم؟ نمیفهم. به خانم آسیا زنگ بزنم بگویم یا نه؟ اینه تا وقتی که ارجمند کارو شروع نکرده برش گفته نمیتونم. صبح بخیر بچه. صبح بخیر. بشی مادر. چطور هستی یک دانه؟ تشکر مادر. راسم بچه قنده. کدام ظالم تو رو هضم گرفت؟ خداوند جنت نصیبت کنه. آمین. ترگوت، فکر کنم گپایی که برات گفته بودم از یادت رفته بچه. ما برات گفته بودم که با اولادای راسم باید پدری کنی. منظور چیست مادر؟ بی از او همین قسم است. پیش ما فرق بین اونا و قدرت نیست. چی شده؟ کدام اشتباهی کردیم؟ ارجمند بیکار است. او داماد تو هم از ترگوت، باید همراهش کمک کنی. مادر، ارجمند یک بچه مشکل تراش است. اگه کاری را به درستی انجام دادم میتونست همراهش کمک میکردم. به این شرکت کلان حتما یک کار برش پیدا میشه بچه. مادر خواهش میکنم
لطفاً برام جنجال جور نکن، قربانت شوم. در مقابل گپ ما دلیل نگو. متوجه سحر و دخترش باش تا که پیش شوهر و خوشوش سرش خم نشه. گپ ما فهمیدی؟ صبح بخیر دخترم، چطور هستی؟ صبح بخیر. در صبح وقت کجا میری؟ کار دارم دخترم. مادر جان بیبی تو هنوزم خوب نشدی. کاش یک چند روزه دگام استراحت میکردی. نمیشه دخترم، باید کار کنم. تو میفهمی بعد از گپای دیروز نمیخوایم کسی به خاطر ما تحقیر شوه. تحمل کردن نمیتونم. خانم اسما، صبح بخیر. صبح بخیر. چی شده؟ این کلچه ها گرم هستن، تازه از داش گرفتم. میفهمم شما کلچه تازه را خوش دارین. امیدوار هستم صبحانه نخورده باشین. پنیرم گرفتیم، یک جا خاط خوردیم. ما هم صبحانه نخوردیم، تشکر میکنم. اما کاش که در یک پلاستیک میموندی که دستت نسوزه. پلاستیک از یادم رفت. خانم اسما. خانم بطور، شما را چی شده؟ خالایش امروز کتیگه که مرا فراموش نکنی، درست؟ انشالله دخترم، اگه امروز نگرفتم فردا میگیرمش، درسته؟ آی بیکی خداوند کارت برکت بسازه. تشکر دخترم. داخل بریم دخترم. بله خانم آسیا، چنان فاسد است. تو بازم ازش دور نشی. اگه کدام کار پیدا میکرد باز زود مانع شو. درست است، امرتان بجا میشه. چی شده مادر؟ چنار هنوزم در خانه سحرشان است. تو خود گفته بودی او را بیرون کردن. چطور امکان داره؟ خانم نریمان برام گفت که او را بیرون کردیم. او زن همراه ما کدام بازی را انجام میده؟ برش زنگ بزن، ازش دی باره بپرس، زود باش. جانم، این زن تا چه وقت در خانه ما می باشه ها؟ نمیفهمم. تا وقتی که یک خانه بگیره. میگنه دل بدل را داره. واه، خانم زهر چطور هستین؟ من میخواستم براتان زنگ بزنم. خانه خیرتیست؟ خوب نیستم. چنار هنوزم اونجاست خانم نریمان. شما خود گفتین او رو بیرون کردین. والا بیرونش کردیم. دیشب وقت خدا گرفتن بیرون شدم ها. اما چی بگوین؟ تمام میشه دست زده سحر. وقت آیشه از خانه بیرون شد و محسوسش خانه را رها کرده رفت. بچه بیچاری ما چی میکرد دیگه؟ به خاطر که خانمش از خانه را ترک نکنه مجبور شد. سحر؟ کی است؟ مادر کلانم است نی؟ ایره به ما بدی. بله مادر کلان. مادر جان سحر است، همه چیز شنیده. موبایل به ما بده. مادر کلان مشنوی؟ صدای من مشنوی؟ بله دخترم مشنوم، بگو. چی شده؟ تو میخوایی چی کنی؟
جور کردن این قسم دستی صحابه تو میزه به چی مشکل داری؟ از او بیچاره چی میخوایی؟ دختر امرای کلانا قسم گپ میزنه. هر کاری که میکنی بکو، اما مادر من از این خانه بیرون کردن نمیتونی، فهمیدی؟ نه تو و نه هیچ کس دیگه مادر من جگر خوش ساخته نمیتونه. این اجازه را برتون نمیدم. تا آخرین نفس ازش حمایت میکنم. توبه خدایا، این عروس ما را دفتن چی شد؟ دیگه بس است. مرا راحت بانی. مرا مجبور نساز کدم مقابلت استاد شم. تا امروز به احترامیت نکردیم، اما ذره مشکل جور کنی بازم مقابلت استاد خود شدم. فهمیده شد. تو دیگه از حد خود میگذری سهر. اون مار چشمای تا قسم کور ساخته که دیگه حتی به مادر کلانت هم احترام نداری. کسی را که مار میگی او مادرم است. دیگه برات اجازه نمیتم درباره این قسم گپ بزنی. بعد از این مرا در مقابلت خود دیدی بسیار جدی هستم. راست میگی ها؟ درست است. پس بعد از این مام تو را فراموش میکنم. میفهمم نواسیم استی وقت از قاتل بچیم دفاع کنی، باز به مام هیچ وقت ارزش نخواد داشتی، فهمیدی سهر؟ بله، اما او قاتل اگه به خواهر و بیادرت نزدیک شوه باز او وقت هیچ کسه مانم شده نمیتونه، حتی تو، فهمیدی؟ بس است دیگه. درست است مادر کلان. باز خود دیدی که مادرم به اونا چطور نزدیک میشه. هیچ کدامتان مانع اونا شده نمیتونی. هیچ کس ما را از مادر ما جدا ساخته نمیتونه. تو با خدای تو از این ما را نجات بدی. نمیفهمم چه قسم یک زن است. خانم بطول، شما خوب هستین؟ نه خیر، خوب نیستم. حالا معاینات لازم انجام میشه، براتون دوا میتن، انشالله بهتر میشین. ما به خاطر مریضیم جگرخون نیستم اسما. ما به خاطر که احمق شدم جگرخون هستم. کسی را که دوستش دارم قصد کشتن مرا داره و من هنوزم سرش باور دارم. درست است، آرام باشین. شما خبر نداشتین که یک انسان احمق است. هنوزم باورم نمیشه. چطور میتونی کار انجام بده و چرا؟ از بین بردن یک انسان قدر ساده است؟ بطول فکری؟ ما هستم. بیاین خونتانو میگیریم. به خاطر چی میخواستن معاینه کنین؟ دکتر صاحب، ما شک داریم کسی بر اینا زهر داده. اینا را باید عاجل‌تر معاینه کنین دکتر صاحب. درست است، لطفا بفرمایید. خدایا، ما حالا چی خواد کردم؟ در هر جای سابقه کاری من میخوایم. به خاطر که در زندان بودم هیچ کسی برم کار نمیده. با این تهمت کلانه که به من زده شده چطور میتونم بعد از این صاحب کار شوم؟ خدایا تو بزرگ هستی. تو روزی تمام بندایت فراهم میکنی. با ما یک چاره پیدا خود کردی خدایا. در هر شهر یک خیر نهفته است. ما را ناامید نمی کنی، اما بازم بعضی گپا را گفتم. سرم رحم کن، مرا ببخش خدایا.
بله خواهر بگو. با یکی از دوستم خبر داده بودم، حال برم سنگ زد. شرکت پاککاری به کارمند ضرورت داره. اگر هنوزم کار پیدا نتونستی یک بار رفته ببین. نظرت چی است؟ نظرم چی بوده میتونه؟ در این وقت هیچ کار رد کردن نمیتونم. آدرسش بگو، من اونجا میرم. صبر کن جانم، در کتابچه نوشته کردیم برات میگم. سلام دوستا. سلام. شفا باشه قدرت چهریتان کاملا تغییر کرده. اینقدر لاف میزدی اما حضور بچی کاکایتام نداشتی. چی میگی دختر جان؟ دهنت بسته کن. چرا جانم، دروغ نمیگم. این حالتش ببین فقط از مسابقه بوکس برآمده باشه. در زندگی چند بار مسابقه بوکس دیدی؟ بگو نه، بیخی با تشویش شدم. چرا جانم، دروغ نمیگم. کدام کس لطش کرده به ما دروغ میگه. همراه من مذاق نکن. برو یگان تای دیگه را گیر کن. اینقدر زیاد قهر نشو. اینه دانم بسته کردم. آفرین، دهنت بسته کن. ما دیگه چتیات نگو. دقیقش نشو، خدا قهر نساز. چی کدی درباره چتن به پدرت گفتی یا نه؟ چرا برش نگفتی رفیق؟ میگفتی که جزایش برش میداد. زیاد خدا اله کده. باز بیبی که من امروز چی میکنم؟ دیگه ما و شتن دشمن هستیم، دشمن. زندگی را سرش تلخ میکنم. سود باش دمید، سود باش. حالا دیگه جانم، موبایل ما جواب بده. چتن؟ بچه من هنوز آماده نشدی؟ حالا من حرکت میکنم. حالا دیگه آماده شو که بریم. به شرکت ناوقت نرسیم. حالا کاکا دیگه نمیخوایم به شرکت برم. چرا جانم؟ چرا به شرکت نمیایی؟ نمیشه کاکا، چون کوشش میکردم دیگه نمیتونم. بچیم چیره نمیتونی؟ من خو نفهمیدم. از نظر من خو کدام مشکلی نیست. ما به کار شرکت ساخته نشدیم کاکا، میخوایم یک کار دیگه پیدا کنم. بچیم تحصیل نداری، تجربه نداری، از کجا کار پیدا خواد کردی؟ چی کار خواد کردی؟ من خو نفهمیدم. درباره یگان چیز فکر کردیم. خداوند بزرگ است، یک چاره خواد پیدا کردم. میفهمم خسته هستی. بیبی یک کار دیگه میکنی. من با تو چند روز رخصتی میتونم، تفریح کو، استراحت کو، بعدن دوباره به کارت شروع کو. درست است کاکا؟ حالا دیگه چای صبح آماده است، مادر کلانت منتظر است. همینجا یک بار میرم میبینم. خواهر خیرت باشه. آسیا ما درخواست که تو را ببینه. ما اینجا آوردمش اپک. فکر کنم مزاحم شدیم. مزاحم چی خاله جان؟ خوش آمدین. فقط به خاطر که خبر نداده بودین که من تعجب کردم. بفرمایین بشینین. چطور هستین؟ صحتتان چطور است؟ خوب هستین؟ خوب هستم دخترم. تو چطور هستی؟ مام خوب هستم، زنده باشین. کار و بار از دیگه میگذره. اسما کجاست؟ اینجا نیست؟ در بیرون کار داره اما چند دقیقه بعد خواهد آمد. اپک جان با مادرم یک قهوه آماده کن که خستگیش رفت شود. درست است میارم. شما می نوشین خواهر جان؟ بله جانم. از ما متوسط باشه اپک. درست است خواهر جان. مادر جان چی شدنه که فشارتان پایین شده؟ رنگتان سفید پرید. معلوم شد خانم کجا باید برم؟ تا نیم ساعت معلوم میشه. لطفا صبر کنید. درست است. تمامش اشتباه خودم است. با اون نریمان اعتماد کردم. اشتباه کردم. نباید سرش قدر باور می داشتم. ما را فریب داد و او را از خانه بیرون نکرد. مادر جان شما خدا جیگرخون نسازین. امروز دوباره گپ میزنیم. اگه چنار از خانه بیرون نکنه وظیفه ارجمنده فراموش کنه باید.
وقتی که ترسید کلا گپ حل است. کاسه صبرم لبریز شده عروس. اون مارگ از نواسایم دور باشه خو خوب است، اما اگه کوشش کرد که نزدیکشان شوه باز سرش رحم نخواد کدم، از بین خواد بردمش عروس. بفرمایید. زنده باشی خواهر جان. نوش جان. باید به این آدرس برین خانم. زنده باشین. اما دروازه خروجی از این طرف است، میتونین از این را بیرون برین خانم. درست است. نتایج چی وقت معلوم شد دکتر صاحب؟ تا 2 روز بعد معلوم خواهد شد جانم. براتون زنگ زده خبر خواد دادن. زنده باشه. شفا باشه. خانم بتول بریم. شفا باشه. زنده باشین. حالا من اینجا چی کنم؟ باید منتظر باشیم. نظر به نتایج معاینات پیش میریم. اگر شوهرتون این کار کرده باشه از لحاظ حقوقی هرچی لازم باشه انجام خواهد دادیم. تشویش نکنین. ببینین لطفاً خانم بتول متوجه باشین، کوشش کنین هیچ چیزی را از دست سردار نخورین. درست است؟ حالا شما را خانه میرسونیم و از اونجا به دفتر میریم. بفرمایید. زنده باشین. زنده باشی دخترم. نوش جانتان خاله آسیه جان. چایم بیارم می نوشین؟ همین قهوه کفایت کرد دخترم. حالا دیگه زحل ما هم باید بریم. از ما نخواد بیاید جانم. وقت زنگ زدن گفت که میاییم، اما حتما کارشان زیاد بوده. قسمت نبوده دیگه. درام که دیدم زیاد خوش شدم. حالا زحل باید بریم. درست است مادر جان. از ما به تو امانت است، ازش مراقبت کن. او امانت بچیم است. البته من متوجهش می باشم خاله. اصلا تشویش نکنین، مشکل پیش نمیشه. بازم بیاین، منتظرتان هستم. میاییم دخترم، میاییم. خداحافظتان، باز میبینیم. تو اینجا چی میکنی ها؟ خانم عایشه؟ اپیک تو امرای ما بیا. چی گپ شده؟ اپیک گفتم بیا. هیچ منصرف نمیشی همه تو نیست؟ سهر خو فریب دادی، حال نوبت اسماست. اما قسم میخورم تا وقتی که من زنده باشم این اجازه را برات نمیدم. آسیا مادر، اونا اولادای مستن. کاش هرگز مادر به مثل تو نمیداشتم. ناوقت شد. انشالله مادر کلانت قهر نشده باشه. اقسم نکنین مادر، دیگه بس است. چوب باش. من میفهمم به خاطر که سهر فریب دادی امید پیدا کردی. با 2 حرف شیرین و 2 قطره عشق تقلبی فکر میکنی همگیر از خود ساختی. اما نه خیر، نه چتل.
و نه اسما. فریب تو را میخورن، فهمیدی؟ اونا مثل خواهرشان ساده نیستن. یک بار خود مقابلشان بیا، هر دوش تو را پشیمان خواهد ساخته. خدا من بزرگ است. یک روز اونا بیگناهی مرا باور خواهد کردن. تا اون وقت از اولادایم حتی یک لحظه منصرف نمیشم براتون گفته باشم. مادر کلان؟ دورو بیا دخترم، کتابات گرفته به اتاقت ببر جانم. چطور معلوم میشم؟ خیرت باشه. کدام جایی می؟ بله جانم، آقا ترگات زنگ زد، مرا به شرکت خواست. با ملاقات کاری میرم. به ملاقات کاری؟ آیا انشالله قدیم به وعدش وفا کرد. کدام وعده؟ بعد کار جانم. او روز امروز گپ زدم و گفتم که ارجمند بیکاره و هم زنده باشه برش کار پیدا کردم. حالا بچیم نه وقت نکن، منتظر خبرهای خوشت هستم. حالا خب دیگه درست است. خوش آمدی. معذرت میخوایم نتونستم خدا زود برسانم. چی گپ است؟ من خوش نفهمیدم. این صدای اسما نیست پک؟ چرا اینجا استاد هستین؟ نه که دلتان نمیخواست مرا ببینین مادر کلان؟ خواهر یک چیز بگو. خدایا یکم کم بود. خواهر گفتم یک چیز بگو، هیچ چیز برام نمیگی. خوش آمدین خانم. ما عمر هستم. با خانم اسما یک جا کار میکنم. خالایشه خوش آمدین. بفرمایین بشینین. نه خیر، ما با خاطر دیدنتان آمدیم. شما برای مادر کلان معرفی شدین؟ از طرف شرکت پاکاری آمدیم. مرا به خاطر پاک کردن اینجا روان کردن. فکر میکنم که آقا ترگات برن چه قسم وظیفه خود داد. هر کار قبول نکن. کم خدا با سویه نشون بده. مادر جان، ما ده هموت یک حالت هستم ها. هر کاری که برم بتن باید قبول کنم. سحر کورتی ما بیار زندگیم. اقرت به کار بنداز. خانم آسیا بعد ازی از ما حمایت میکنه. کسی همراه ما بد رویه کردن نمیتونه. مادر جانم. خب چطور معلوم میشم؟ خب نباید آقا ترگوتو بیشتر از این منتظر بانم. خداحافظ. بچه برم زنگ بزنی یادت نره. حالا دیگه انشالله زود کارت کن. من به این فکر بودم که چرا تا هنوز کسی نامده. خالایشه شما در شرکت پاکاری کارتان شروع کردین؟ با اجازهتون ما دیگه کار خدا شروع میکنم. این قسم نمیشه خانم آیشه. در یک وقت مناسب دوباره خود دیدیم. البته هر وقت که خواسته باشین. مادر جان راننده منتظر است. حالا بریم. اسما باز بعدن خواهد آمدین. مادر کلان جان کاش که چند دقیقه می بودین. دخترم گفتم که باز میاییم. حالا دیگه اولادا با امید دیدار. حالا مادر جان. اپیک چند دقیقه امرای ما بیا. حالا اما این قسم هیچ خوب نشد. با خاطر که نوقت کردیم رفتن بسیار بد شد. خواهر چی گپ است؟ چرا برام نمیگی؟ چرا امروز ده قسم هستی ها؟ حالا ای گپ بانو و گپ مرا گوش کن. تو کجاستی ها؟ منتظر خانم هستم. به شرکت صفاکاری داخل شده تا هنوز نبر آمده. نیک خواب هستی. او خانم حتی به دفتر نواسیم خود رسانده. تو از هیچ چیز خبر نداری. چطور امکان داره خانم؟ چشم از دروازه دور نکردیم. خوب گوش کن. برات همیال آدرسش میدم. از اونجا زود حرکت. عاجل اینجا بیا. درست است خانم.
مادر جان شما هیچ تشویش نکنید. من امرای اپک گپ زدم، چنار از اونجا میکشم. درست است. آدرس اینجا را برش بگو. امرای مادر کلانتان گپ میزنین اما تو نیست، به خاطر که وقت کردیم از ما ناراحت نباشه. جگر خون میشم. مادر کلانم بسیار مهربان است. من برش همه چیزا میگم. او باز من خود فهمید. حالا ایشه بفرمایین یگان چیز بخورین بعد ادامه بتین. نه خیر دخترم، زنده باشی. مسیر هستم. نوش جانتان. این قسم خود همیشه یک دو لقمه بگیرین. لطفاً بفرمایید. او خدا، این قسم خونه میشه. چی میگین؟ بیاین دیگه لطفاً. حالا دیگه چای سرد میشه. نوش جانتان. زنده باشی بچه. پرفکت. تو امرای ما چای نمی نوشی؟ شما بخورین، من کار دارم. جاش شده. یگان چیز مادر که بخوریم بسیار گوش نشدیم. مادر کلانم در مقابل چی برجمند کار میده؟ این کارها فقط با یک بار گفتن نمیشه. حتما باید در مقابلش چیزی بگیره. ما با هم خویش هستیم. با داماد خود کمک کردن نمیتونه. یعنی با بیرون کردن خالایشه از این خانه هیچ ربطی نداره. تو چی میگی جانم؟ بازار جمن با ایشه چی داد و گرفت داره ها؟ هلا ما گوش نشدیم. نه ماده کن. بی هنوزم سل داره. بخیر دختر حالا زوف خواد کردم. فشارم پایین شده. اگه ما این کار رو نمیکرده برجمند تا حال بیکار میبود. کار بعدی خود نکردیم. باید با یک خانم یک چیز بگیرم. بیچاره به وعدش وفا کرد. باید یک راهی پیدا کرده آیشه را از خانه بیرون کنم. افسوس به خدا، وضعیت بیچاره بسیار زیاد خراب است. هنوزم باورم نمیشه. متاسفانه همه چیز واضح است. شوهرش به خانم بطول زهر میده. واقعا هیچ فکر شکل نمیتونم عمر. یک انسان چطور میتونم سفر زندگی خود از بین ببره؟ اگر در وجودش ذره وجدان و رحم نداشته باشه این کار میکنه. حتی این فکر نمیکنه که قاتل میشه. قاتل شدنش خب به هر صورت این عذاب وجدان درش خود داد. سرپناه زندگی خدا. یگانه دلیل زندگی خدا میخوای از بین ببره. شاید سرش تهمت زده باشد. شاید شوهر خدا دوست داشته باشه. قتلم کسی دیگه کده باشه و گناهش به گردن او بیچاره انداخته باشه. دختری خالایشه، ای کاش هر کس مثل شما باشه. اما این قسم نیز باور کنین. تو انسانایی را دیدیم که به اشکای واقعی کس باور نمی کنن. اگر قدرت می داشتم میفهمی درشان می دادم. حتی به هیچ کسی رحم نمی کدم. اگر مادرمان باشه، اگر شوهرمان باشه، سر هیچ کس رحم نخواد کدم. کسی یادتان میکنه خالایشه؟ فکر کنم کسی یادتان کرد. برای چای آماده کردیم. خستگیت رفت میشه. بگی نوش جان کن. زنده باشی. نوش جانت.
اگه به چیزی ضرورت داشتی برام زنگ بزن. میفهمی که هیچ چیزی در زندگیم بارزشتر از تو نیست. حالا چای تا بنوش، چند دقیقه بخواب. شب باز میبینیم. درست است. ببینید خانم بتول، متوجه باشین، کوشش کنین هیچ چیزی را از دست سردار نخورین. درست است؟ نخوردنتان زیاد متوجه باشین. خوش آمدی زندگی. خب چی کردی؟ در چایش زهر انداخته برش دادم که بنوشم. عالی است. پس کم مانده. با تو دیگه از بتول هم نجات پیدا میکنیم. بعد از او کل چیز عالی خواهد شد. اگه واقعا گپ حقیقت اگه اینا واقعا کوشش از بین بردن مرا کرده باشن، هر دویتان حساب این کارتان خود پرداختید. دوستی قضیه شما کار خود با نوشیدن چای آغاز میکنین خاله جان؟ میبخشی دخترم، ما کار خود ادامه میتم. زنده باشید. نوش جانتان. اما چایتان هم می نوشیده؟ نه خیر بچم نوشیدم. همه قدر بس است. اول از اتاق من شروع کنین لطفاً. بعد از ظهر محاکله می خاله جان. لطفاً کم عجله کنین. بیا زو خوب وقتم زایی ساختین. مار از پودینه بعدش میایه. ددان خانهش سبز میکنه. نمیفهمم مریض است چی بلا زدش. در شرکت به خاطر پاکاری آمده ها. اگه به خاطر نزدیک شدن به اسما او کار نکده باشه، نام مام زحل نباشه مادر. بیا جانم بیا. بیا برای دانه بتم. بیا حالا بیا دیگه. بیا که برای دانه میتم. اینا مرا به دیوانه خانه روان خواست کرده. اگه میتم بود به خدا. بیا فرار نکو دیگه. این از پشتت میایم. حالا بیا دیگه، فرار نکو. بیا حالا بیا. ما منتظر شما بودم. خوش آمدید. اینجا خانه ماست خانم نریمان. در اصل شما خوش آمدین. کاش که پیش از آمدنتان بر ما خبر میدادین. جانم ما خو بیگانه نیستیم. تو به خاطر تشکر کردن آمدیم. آقا ترگت زنده باشه که برش کار پیدا کرد. اما دیده میشه که خواهشات ما به نظر شما هیچ مهم نیست. او خانم مایشه را هنوزم از خانه تان بیرون نکردین. اما تو نیست. خدا شاهد است، نه ارجمن و نه ما او زننده خانه خود میخواهیم. اما سهر گپ ما را قبول نمیکنم. باور کنین سهر از او خانم قدر حمایت میکنه فقط که مادرش باشه. شما خو میفهمین که هیچ یک آدم خوب نیست. اما ما به سهری موضوع را چه قسم بفهمانم. دیروز به بهانه ملاقات امروی خانم مدیه از خانه برآمد. اما خانم مدیه اصلا در شهر نیست. دروغ گفت. هیچ نفهمیدم کجا میره. و سهر گفته بود که در هتل کار پیدا کرده. اما وام دروغ بود. اگر چهره واقعی زن سهر ببینه باز وام باور کنین که ازش نفرت خواهد کرد. بله مادر جان چی میکنین؟ چی کنم دیگه؟ کار میکنم دخترم. به او هتل که کار میکنی آدرسش بگو که آمده افراد کمک کنم. در خانه کارم خلاص شده. تو زحمت نکش جانم، اصلا ضرورت نیست. با کارم خلاص میکنم. شما چی میکنین؟ کارتان خلاص شده که قضیتان شروع کردین ها؟ افسوس به شما. بله مادر. دخترم بعدن بر زنگ میزنم. توبه گفت کار خلاص شد، اما فکر کنم هنوزم کار میکرد. مادر امشب خاله هیشمیای عمو تو نیست. گفته بود که بریم یک کودی که
بدونی که بفهمی کسی پول داره یا نه نباید از هر کس هر چیز بخوای جان مادر. شاید خاله شید پول نداشته باشه، باز به خاطر که برات گودی خریده نتونه چیکار خورم بشه. دی باره فکر کردی بسیار قیمت است. نظر به پول خاله شید؟ بله. پس به خاله شید زنگ بزن. بابا که تو رو خودی نمیخوایم. من پدرم میگم که برام بخره. آفرین یک دانه مادر. شنیدیم که از کار اخراج شدی ارجمند. نه خیر، اصلا قسم نیست. آقا ترگوت ما استعفا دادم. خب با دلپوری کی استعفا دادی؟ با ما؟ فکر کردی پیش ما آمده و ما برات کار میتونم. استغفرالله آقا ترگوت، شما غلط درک کردین. ما همراه رئیس جور نامدم، از این خاطر استعفا دادم. دیدم که حق ما میخوره، ما مجبور شدم. شما خود مرا میشناسین، هرچی نباشم ما یک جوان نیرومند هستم، یعنی توانایی هر کار دارم. آقا ترگوت، با خود گفتم اگر نشد باز در بازار مزدوری که در روزی خود خانواده خود به دست میارم. چرا نه؟ حتما این کار کده میتونی ارجمند. به هر صورت گپ دراز نمیکنیم. راننده ما استعفا داد. ما هم تصمیم دارم تو را به جای او استخدام کنم. شما بسیار دل کلان دارید. خدا ازتان راضی باشه. دستتان بتین که به مادر دعا کو. اگر از طرف سحر در مورد یک شکایت خوردم بشنوم ارجمند، همون روز دیگه بهتر است که هیچ کار نیایی. گفته باش. آقا میفهمین که ما توبه کردیم، بعد از این لطو کوب کردن خوبان حتی صدای ما بالایش بلند نمیکنم. باور کنین، براتون وعده میکنم بعد از این آدم بسیار خوب میباشم. آقا ترگوت خواد دیدیم ارجمند. لطفاً کارتون درست انجام بدین. بیبی اینجا هنوزم خاک داره. هنوز اونجا نرسیدیم دخترم. اینجا را پاک کنم باز اونجا را پاک میکنم. پس عجله کن، منتظر چی هستی؟ باید گفتم که عجله دارم. هنوزم اینجا ایستاده سی خاله. ما از خود کار داریم خانم. درست است، همه را پاکش میکنم. لطفاً کلکینا را درست پاک کنی. کلکینا را پاک کردم دخترم. چطور پاک کردی ها؟ کور هستی؟ هنوزم خاک داره. این شیشه دلاست، در بینشان خاک باقی مانده. اگه نه هر گپی جواب داری. ماشاءالله خاله جان، به خاطر کار نکردن چرا اینقدر بهانه میکنی؟ توبه توبه. اینجا رو لطفاً درست پاک کن. نمیفهمم بر تو کار کردن. تو چی کردی خاله؟ پس شو این وضعیت ما رو ببین. واقعا بسیار معذرت میخوایم، ناخواسته شد. میفهم که چی کنم. چی شده ای پت؟ دیگه چی شوه ها؟ این حالت ما رو ببین. دوستی از بین برد. نمیفهمم چرا غال مقال میکنی. یک اشتباه شد دیگه. ده گفتن بسیار آسان است عمر. حال من چی خواد کردم؟ پس شو فقط یک دقیقه کار است. به خاطری کار کوچک نباید قلب کسی را بشکنانی. فهمیدی؟ بگی دیدی چه آسان بود. نکنین دخترا، به خاطر اشتباه ما با هم گفتگو نکنین. حالا خاله ایشه بیا زنده باشین. همه جای پاک شده. چی گپه؟ این گپا دیگه از کجا شدی دختر؟ خدا چی فکر میکنه؟ در اصل تو باید متوجه رفتارت با انسان ها باشی. این چی گستاخی است؟ حالا در کل کارم من مقصر شدم. درسته سومر، تمام گناه از مست بخاطر مستم. خالایشه دقیقش نشو اما تو دیوانه. کوشش کنین در دل نگیرین خالایشه. مهم نیست دخترم، ما آبت دل کنه پس میایم. خدایا لطفاً برم کمک کن.
تا وقتی که به اولادم برسم برم صبر بده خدایا. دمت موبایل ما جواب بده، زود باش جواب بده. شماره را که شما دایل نموده اید فعلا قابل دسترس نمی باشد، لطفاً بعداً به تماس شوید. دمت عشقم لطفاً موبایل ما جواب بده. گوش کن، همه چیز تحمل کردم میتونم اما دوری تو را نمیتونم. لطفاً این کارم رایم نکن. درست است میفهمم اشتباه کردم اما بسیار پشیمان هستم. لطفاً به من یک فرصت دیگه بده. همه چیز جبران میکنم، وعده میکنم. معصوم منصرف شده نمیتونم. یعنی دختر برای تو اینقدر مهم است چطور؟ اگه گپش ندادم نام ما بخی تغییر میتونم. بگی برات یک پیام صوتی آمده. دمت عشقم لطفاً زنگو من جواب بده. گوش کن، همه چیز میتونم تحمل کنم اما دوری تو رو نمیتونم. لطفاً این کارم رایم نکن. درست است میفهمم اشتباه کردیم اما بسیار پشیمان هستم. لطفاً به من یک چانس دیگه بده. رابطه ما را خوب خود ساختم وعده میکنم. لطفاً از من منصرف نشو. قلب من تکه تکه کو، باز مطرت بخوای. دیگه بسیار نوقت شده، هر کسی را بخشیده نمیتونم. خوش آمدین آقای اوس. بفرمایین با اتاق جلسه میریم. اولادای نازم، قربانی کسی شوم که شما را خلق کرده. به خاطر رسیدن به شما هر چیزی را تحمل میکنم. اگه گشنه و تشنام باشه مهم نیست، کافی است که به شما برسم. بسیار آهسته کار میکنی، هنوزم خلاص نشده خاله. همین میزی اسما دخترمان پاک کنم خلاص میشه. درست هم قدر بس از بانش. بیاز از فایدت که ضررت زیاد است. تو دیگه رفتار میتونی خاله، اما از کارت اصلا خوشم نامد خاله جان. از این خاطر نیم معاشقه برات میتن. بیگ اینجا لیده نظر به کار که انجام دادی هنوزم زیاد از همون خیر است. زنده باشی دختره. خب دیگه خدا ازت راضی باشه. باز ما دخترم خداحافظی میکدم. اونا در جلسه هستن خاله، فکر نکنم بخوای مزاحمت کنی. با سلام مرا برسانین. ها درست است میرسانم. حالا دیگه برو خداحافظ. انشالله دخترم. اگه امروز نتانستم فردا حتما برد میارم. درست است وعده؟ وقتی که تاریخ دعوا معلوم شد باز براتون درست است. زنده باشید. روزتون بخیر. خداحافظ. روز خوش. خالایشه چی وقته؟ کار خدا خلاص کرد و رفت. پولش برش دادی اما تو نیست؟ البته عمر جان، حتی اگر کارشام درست انجام نداده باشه باید پولش بتیم اما تو نیست.
خوش آمدین. میگویی که دستتان از گپ میزنه است و چیزا پشت سرش است. بسیار مقبول است. نه با کی میگیرین؟ با نواسم میگیرم. خداوند عمرش دراز کنه. آمین. از همگی ما را. قیمتش چند است؟ 65 لیره. از این ارزانتر ندارین؟ در حدود چقدر میخواین که باشه خانم؟ 50 لیره. درست از شما ایره بگیرین. نه خیر، من فقط 50 لیره دارم. درست از جانتان جور باشه. همین کفایت میکنه. ما هم نواسه دارستم درکتان میکنم. بگیرین که طفلک خوش شوه. خداوند به شما اولادایتان خوشی نصیب کنه انشالله. انشالله. بفرمایین بفرمایین. می باشین در ای پاکت جای نمیشه میشه منت ببرینش ها؟ درست است مشکل نیست. روز خوش، زنده باشین بیادر. خواهش میکنم، روز شما هم خوش. ای گودیری خود گرفتم اما ساده خود زیاد مانده. من چی خود کردم؟ مادر جان نریمان راست میگه. باید به سحر خواهرش و بیادرش بفهمانیم که چنار چه قسم یک آدم است. اگر نه باز از شهرش نجات پیدا کرده نمیتونیم. خب عروس چی باید کنیم؟ به خاطر که چنار از این همه دست بکشه باید تو رو پیش اولادش بد بسازیم. البته امیرای حلش هست دیگه. داشام قلاشویی کو، خانهشان برو جارو کو. خود زن قرار ده بازار چکر بزنه. مادر جان او زن به چکر زدن نه به کار کردن رفته. کوشش داره که 1-2 لیره پیدا کنه. خدا میفهمه که چی کار است. از کجا پول به دست میاره ها؟ ما آمدم. خیرت باشه بچیم، نیک استخدام شدی. کار خلاص است مادر. ترگوت پدرم امروز برم رخصت داد. سر از فردا گفت کارو شروع کن. ها راستی زنده باشه. بسیار زیاد مهربان است. ماشه پیشکیان برم داد. خدا را شکر. اما آقا ترگوتی کار برش میزیبه. تبریک باشه. زنده باشی گلم. بیبی چی میگم؟ امشب بیرون میریم در یک رستوران خوبش نان میخوریم. چی گفتین؟ نیاز نیست ارجمند، نباید مصرف بیجا کنیم. قسم نگو زندگیم. بیاز تو به خاطر خانه بسیار زیاد زحمت میکشی. به خاطر یک بار مگه شده بان که خدمتکارا کار تکنن. بیاز زیاد وقت میشه که بیرون نرفتیم. بسیار خوب میشه. بیاز جوست کباب کده بودم. مادر جانم. حالا من چی کنم؟ فقط یک گودیگک خونه میشه. اگر در مصرف خانه شریک نشم باز از رقم سرم گپ میزنن. به خاطر اولادم باید کل چیز قبول کنم. باید کار پیدا کنم. بچیم درست است که به غذا خوردن میریم، اما باید به آسیا مادرم یک تحفه بگیریم. او را به غذا خوردن ببر و دلش به دست بیار. فهمیدی؟ حتما کدام روز دگام کار ما پیشش بند میشه، اما تو نیست. درست است مادر جان، فکر خوبه است، اما زودتر کدامشان دعوت کنم. ماشاءالله تعدادشان خوب کم نیست. در پول نانشان باز بند میمانم. او وقت باز بسیار بد خواهد شد مادر. زهر نبینه که باز یک گپ جور میکنه. ایران بگی شاید به دردت بخوره بچیم. باید از ارباب خود خوب پذیرایی کنی. وای وای وای، نریمان خانم خانه تو هم به استغان نیست. به خدا چی کنم دیگه؟ گفتم ده ای حالت به درد میخوره. ها درست است درست است. زنده باشی.
دیگه چاره ندارم. به خاطر به دست آوردن روزی خود باید این کار کنم. خیریت باشه. نیک آمدی چیزی را بگیری ها؟ من سابقه جرمی دارم. اگر شما قبول میکنین باز میخوایم در اینجا کار کنم. خوب است، اما پولی را که دیروز گفته بودم فراموش که اگر نصفش قبول داری باز درست است. درست است، چاره نیست. خوب است، پس باش پس خانه بیا که برات نشان بدم کارا را. بله خانم، او زنده می خانه کار پیدا کرده. فکر میکنم با کار شروع کرده. حالا چی کنیم؟ تو مطمئن هستی؟ با چشمای خود دیدیش؟ مطمئن هستم خانم. فکر میکنم اعلان کاریابی داده و میخواهد دمای خانه کار کنه. یعنی دمای خانه کار میکنه ها؟ درست است. از اونجا هیچ دور نشی. اگر چیزی به دست آوردی برام خبر بده. اطاعت میشه خانم. مادر جان، چنار باز کار گرفته؟ کاره که برش میزی به همو کار میکنه. نه خیر دیگه ایزن دیوانه شده. چطور امکان داره ایزن باز کار پیدا کرده؟ خوب است دیگه. با این کار به خود مصیبت جور خود. جانان دروازه را باز کن. مادر جان حالا چی خود کردیم؟ روزتان بخیر. خوش آمدی بچه. خوش باشین. چطور هستین مادر جان؟ صحتتان انشالله خوب است؟ شکر خوب هستم بچه. همیشه همتا باشین مادر جان. شما چطور هستین؟ خوب هستم تشکر. بیا بشی. خیرت باشه ارجمند. چیگه پس بدون کدام علت اینجا خونه میایی؟ آمدیم که به خاطر کار تشکر کنم. از برکت شما چند لیره و یک لقمه نان حلال پیدا میکنم. تبریک باشه بچه. زنده باشین. البته که تشکر خشک و خالی نمیشه. میخوایم که شما را به غذای شب بیرون ببرم. یعنی اگه خواسته باشین. لازم نیست بچه. مادر جان قسم نگوین. همه ما یک جا میریم دیگه. دازم بیازو بسیار وقت میشه که با هم یک جا نشیشتیم. یک هوای تازه میگیریم. خب درست است دیگه. ارجمند جایش من انتخاب میکنم درست است؟ ایره خب میفهمی که ترگوت هر جای خوش نمیکنه. هر قسم که شما خواسته باشین. چقدر بوی بد میده. نمیفهمم که مردم بی زهره چطور می نوشن. خدایا تو همه گیره کمک کن. تحمل کو چنار. به خاطر اولادت و نواسیت مجبور استی که تحمل کنی. خدایا مرا ببخش. باید این کار کنم. نمیتونم دست خالی به خانه برم. اجازه نمیتونم که دخترم به خاطر ما اذیت شوم. عروسی مسئله نان خوردن شب دیگه از کجا شد؟ مادر جان بسیار یک نظریه خوب با فکرم آمد. مطمئن استم که شما بسیار خوش خاط کردین. ببینین مادر، چنار را که من میشناسم زیاد محافظه کار است. به هر کس نمیگه که دوتی یک جای کار میکنه. حتما سحر انوزم در این فکر است که مادرش در کجا کار گرفته. گپایقه کلان نکن، بگو دیگه. میخوایم میره بگویم که چهره اصلی و زنه به اولادش نشان بدیم. همه ما با اونجا بریم. کلگی باید ببینه که خاله عایشه در کجا کار میکنه. گپای ناک نزن. فکر میکنی که نواسای ما گرفته به میخانه میرم؟ شما چی میگین مادر جان؟ خانواده مثل ما در میخانه چی میکنه؟ یعنی البته که در نزدیکایش یک رستوران میباشه. ما یک جای راحت پیدا میکنم که چناره به درستی دیده بتانیم.
هیچ تشویش نکنین. باز خواد دیدین که چناره دا چی مصیبت مندازم. اولادایش دیگه طرفش سیلم نخواد کردن. اگه چنار کم عقلم داشته باشه باز از اینجا گم شده میره. نام بعدشم هم رایش خواد نه. آیشه خانم، یکی از گارسونای ما نامده. یک نفر ما کم است. بچه ها رسیدگی کردن نمیتونن. میشه امرایشان کمک کنی؟ اما شما خود گفته بودین که وظیفه ما فقط ظرفشویی است. من سفارش ها رو برده نمیتونم. یک قسم نگفته بودیم. خب دیگه خودت میفهمی. لوازم طبیعی از اینجا بیرون شو. ما وقت ندارم که گپای تو را بشنوم. زود شو از اینجا برو که مشتری ها زیاد است. حالا دیگه خواهر، وقت من نگی میباشی یا که میری؟ درست است میایم. خب دیگه زود شو. کجاستی مادر؟ چرا موبایل تا جواب نمیدی؟ خدایا من دیوانه میشم. چند بجه شده اما هنوزم نامدی. دختر امروی کی گپ میزنی؟ نه که برایش زنگ زدی؟ اوه جواب نمیده. حتما کدام بلای سرش آمده. اگر نی باز تا یه وقت شب ده بیرون نمی بود باید میامد. هیچ بلای سرش نامده. خدا میفهمه که در کجا چکر میزنه. آماده هستیم که بریم؟ شاید خانم کاکایمشان هم وقت آمده باشد. باز بد میشه. حالت ده. آماده هستم. بچیم دستکولم هم گرفتیم. کجا میری عزیزم؟ بیا اینجا بشی که با هم بنوشه. بیا. بسم الله کو. اگر سرت مشکنونم احمق. گفتم بیا اینجا بشی ناز نکن. آدم شو. الاکو آدم شدن از تو یاد بگیرم. وقت نوشیدن نمیتونی مجبور نیستی ای کار بکنی. محافظ. الاکو نه. پس شوه. الاکو نه. موضوع زیاد کلان اساس ای کارا میشه. برو دیگه با کارایت برس. زوهل درست معلومات گرفتی؟ ترگوت جان زیاد تعریفش شنیده بودم. حتما خوب است. ای گپ نان خوردن دیگه از کجا شد؟ بعد از بسیار وقت ارجمند به خود کار پیدا کرده. به خاطر همین ما را دعوت کرده تا با هم نان شب یک جا بخوریم. او رستورانت همینجاست. مادر جان چنار ده اونجا کار میکنه. حالا دیگه بیاین که بریم. زود شوین. خدایا اینجا چه قسم یک جای است؟ همگیشان از انسانیت دور شدن. خدایا به تو پناه میبرم. مادر جان. بله دخترم. چرا جواب نمیدادی؟ کم بود که تشویش بمارم. دخترم به فردا سفارشات گرفتیم. میخواستم اونا را آماده بسازم. من وقت خانه میایم. منتظر نباش. صدای موسیقی از کجاست؟ از بیرون میایه دخترم. سحر کارم زیاد است. باید قطع کنم. وقت برآمدن بر زنگ میزنم. خدایا مرا ببخش.
اگه برش راست بگویم باز اجازه را بده که اینجا کار کنم. با نام تورگوت پویراز میز ریزرف کرده. میز شما ده اونجاست آقا. او میز خوشم نمیه. نزدیک شیشه کدام میز ندارین؟ زحل جان چه فرق میکنه؟ بسیار جای خوب است. تورگوت جان دایی گوشه دلم تنگ میشه. یک جای باز باشه یک دونی. در اینجا شیشته میتونیم؟ گرچه میزی کسی دیگه است اما البته بفرمایین بشینید. بفرمایین مادر جان. بیاین مادر جان، بیاین بچه ها بیاین. قدر بود مادر جان. حالا دیگه شیشته منتظر برآمدن چنار می باشیم. خواهرمشون چرا قنا وقت کردن؟ آی قلب خاله بیا اینجا. شام بخیر. شام بخیر. شام بخیر. شام بخیر. خوش آمدین. حالا دیگه زحل یک گیلاس آبم خلاص نکشی. می نوشم جانم. نمیفهمم چرا قدر عجله داری. میبینی که گرم است. نمیبینی که تفلک خواب گرفته. حالا دیگه بخیز که بریم. عزیزم بعد از بسیار وقت با هم هستیم. چند دقیقه دیگه میشینیم چی میشه؟ گارسون حساب ما رو بیارین. پدر جان شما چی میکنین؟ ما شما رو به اینجا دعوت کردیم. چی فرق میکنه؟ چی تو پول بتی چی ما؟ قسم نمیشم ما حسابم میپردازم. خداوند به جیبت برکت بنداز. زنده باشین مادر جان. بیار این طرف بیار. طرف مادر. عروس او زن چی شد ها؟ آفرین بسیار زحمت کشیدی، کارت خوب بود. زنده باشین. بگی با خوبی خرچش کنی. فردا نزدیک شام بیا. ضرور نیست که وقتتر بیایی. درست است. حالا دیگه دخترم بخیز بری. من میرم دستایمه میشویم. وقتش نیست زحل. بیا از او خانه میریم. تورگوت جان با این کار خوب وقت گرفته نمیشه. زود پس میاییم. حالا دیگه ما میخیزیم او هم میایم. آی گودیگه که فراموش کردم. ای زحل کجا شد؟ من میرم میبینم. حالا دیگه زحل کلگی در بیرون منتظر تو هستند. درست است عزیزم این آمدم. بریم دیگه زیاد گپ نزن بیا که ناوقت شد. اینه دیگه مادر ما آمد. منتظر چی هستین؟ بیاین که بریم. حالا دیگه
بله از تو است. بسیار تشکر. خالای شده اینجا چی میکنه نفهمیدم. چی میکنه دیگه؟ حتما سفارشات آورده دیگه. چی میکنه؟ گپای ناق زیاد میگی خاله نریمان. معلوم میشه که در اینجا کار میکنه. درو اینجا بیا. مادر بیبی خالایشا برای چی گرفته؟ درست است دخترم، تو پیش پدرت برو. مادر ده اینجا چی میکنی؟ مجبور بودم دخترم، دیگه کار پیدا نکردم. گفته بودی دیگه جای کار میکنی؟ کار میکردم اما گفتن سوابق جرمی داری. باز تو هم برام دروغ گفتی همون طرح. سحر معذرت میخوایم دخترم، میفهمم که اشتباه کردیم، تو رو شرمنده ساختم. مادر شرمنده چی؟ از اینکه در این حالت قرار گرفتی جگر خون شدم. کاش که برام میگفتی. حال کلکی دید پیاز و هر کس فرصت میپالیدن. حالا اگرچه من تو را براتان گفته بودم که بالای زن نمیشه اعتماد کرد. ما میریم یک دفعه از نزدیک میبینم. ما میایم. چتن اسما جای نمیری. شما برین موتر بشینین، ما زود پس میایم. قدرت تو کجا میری؟ صبر کن مادر، پس میایم. مجبور بودم دخترم، دیگه کار پیدا نکردم. مهم نیست، آرام باشو، خدا جگر خون نداد. هر چیزی که باید میشد شد. خالایشا خیرت باشه، شما اینجا چی میکنین؟ دکان خالایشا و عدیه خواهر بسته شد. باز اینا دیگه کار پیدا کردن. همون کار محفل سالگیره. درست است، اما ای با میخانه چه ربطی داره چتن؟ یک محفل خاص بوده و خالایشان فرمایشاتشان آورده. تصادف شده دیگه. غلط درک نکنین. اگر کار میخواین باز ضرور نیست که در قسم جایا بیاین و کار کنین. خالایشا با پدرم میگم که یک کار خوب براتون پیدا کنه. اینجا جای خوب به شما نیست. ای کار تو با قصد کردی اما تو نیست. اگر نی باز ناب ما رو اینجا نمی آوردی. تو چی میگی ترگت؟ ای کارم بگردن من انداختی. چی بگویم ما دیگه؟ حتی آسیا خانمان برش روی نشان نمیده. بیبی که از من خانه بیرون شد دیگه شرم است که در خانه برش جای بدی. فهمیدی که چی گفتم؟ از طرف روز اینجا پاکاری میکنی و شبان به اینجا غذا میاری. خسته نمیشی خالایشا؟ تشویش نکن دخترم، من از کارم شکایت ندارم. اما باید متوجه صحتتان باشین خالایشا. من خوب هستم، تشویش نکن جانم. فکر نکنم خوب باشی خالایشا. من خوب هستم، کمه گلول من خارش گرفت. شما دوباره من فکر نکنین، من خوب هستم. حالا دیگه بریم. من شما رو میرسانم خواهر. نه خیر جان خواهر، ما در تاکسی میریم. بیازا تعدادمون زیاد از جای نمیشیم. حالا مادرم شد کجا میرن؟ سهر چیغ نزن، از پشتش برو. استاچو دخترم، استاچو پدرت مادرت هم میاره. سحر کجا میری؟ کجا میره دیگه؟ به خانه میره. برو سحر برو، باز معکتت میفهمم. خواهرم چی شده؟ چرا قسم فرار کرد از اینجا رفتن؟ چی میشه دیگه؟ معلوم دارد یازنیم خالایشه رو در خانه خود نمیخوایم. خواهرمان به می خاطر رفت که اینجا کدام جنجال جور نشه. میخواستم همراه مادرم برو. چوب شو دخترم، چوب شو. کجا رفتن؟ کجا میرن دیگه؟ به خانه رفتن.
کاش که هیچ نمی آمدم دخترم. آرامش شما رو خراب کردم. مادر جان لطفاً گریه نکن. هیچ کس برای چیزی گفتن نمیتونه. سحر او زن کجاست؟ ارجمند یک دقیقه گوش کن. تو هنوزم دخترم در با اینجا استی ها؟ تو هنوزم در اینجا استی ها؟ ارجمند الاشکو چی میکنی؟ را برو. الاشکو این میخواه چند لیره به خود پیدا کنی. سحر مداخله نکن، برو اون طرف. برو گم شو، برو از این خانه، از این خانه برو. ارجمند صبر کن. برو از این خانه برو. ارجمند لطفا صبر کن. از این خانه بیرون شو دیگه، در این خانه نیایی. چی میکنی؟ پس شو. مادر تو خوب هستی؟ به خانهت برو دختره. نه خیر. هر دیگه دختر. نه خیر. سحر برو. نه خیر. مادر نه ترس چیز نیست دخترم. بگی یاد لوازمت، از اینجا دیگه گم شو. درست است. باز مام میرم. گپای ناق نزن، داخل برو. قبلا هم برات گفته بودم اگر این زنده این خانه جای ندیه باز مام همراهش میرم. درست است. برو ببینم رفتم ایتون یا نه. بدون دخترت کجا خاطر رفتی؟ دختر من اینجا نمیمانم، او رو همراه خود میبرم. کوشش کو ببینم چه قسم از پیشم میگیریش. در گذشته کاکایت بود که به خانه او میرفتی، اما حال کاکایت رو میزنه نمیخواه. سحر حالا به خانه کی میری ها؟ با کی درد خدا خواد گفتی سحر؟ یا که حال دوباره خانه میری یا برای همیشه اینجا را فراموش میکنی؟ ارجمند لطفا این کار نکن. چی نکنم سحر؟ چی نکنم ها؟ تو به خاطر این زن بگونه از دخترت منصرف میشی؟ دخترت جان و جگر خدا اینجا علاقه میری سحر؟ تو میفهمی که چی میکنی ها؟ حالا که میری پس برو دیگه، برو برو. برو. من این کار کتا نمیتونم. خوش کنی. هیچ وقت از اولادت منصرف نشو. تاجیکستان به پیش، همیشه به پیش. وطنی جان به پیش، همیشه به پیش. ملکی جانان به پیش، همیشه به پیش. گریه نکن سحر. من به خودک چاره پیدا میکنم، اما تو هیچ وقت اولادت اعلان نکن. حتی اگه به قیمت جانتان باشه اعلانش نکن. نبودن او تو را از بین میبره دختره. برو. مادر نرو. اسما جان هنوز نخوابیدی؟ نه خیر کاکا جان، خوابم نمیبرم. فکرم طرف خالایشه است. خانم کاکا شما خود گفتین خالایشه اقاربتان است. اقاربم است اسما جان. به می خاطر از خانه بیرونش کردین؟ به خاطر گفتم متوجه باشین اقاربتان است. آره در خانه خواهرم است، اما معلوم میشه که یازنیم امور خوش نداره و نمیخوای او در خانهش باشه. خب اسما جان حال ایره برام بگو که من چی کنم. این خانه کلان است، او میتونه تا پیدا کردن خانم رای ما زندگی کنه. اسما راست میگه. به خاطر کمک کردن منتظر چی هستین؟ میخواین که او بمره باز برش کفن بگیرین؟ بچه تو چه قسم گپ میزنی؟ در ضمن من برش گفتم خودش نخواست که اینجا بیایه. نه که دلتان است من او را بزور اینجا بیارم. چطور؟
حالا دیگه برین بخوابین، نا وقت شب است. خب دیگه شب بخیر. شب خوش کاکا جان. گپ تو را قبول کردم، اشتباه کردم. گفتیم که اولادا بالاش قهر شون، اما برعکس شد. ببین که با او دل می سوزانن. اما مادر جان، چوب باش، هر روز چوب باش. دیگه در کارای من مداخله نکنی. این زنده خانه ما چی میکنه؟ از وقت آمده روز خوش ندیدی؟ خواهر مادر ما خونیست. یعنی چی که هر کس از سر ترک در خانه میارین ها؟ از خاطر او آرامش ما از بین رفت. حالا میخوای کورا به خانه خدا بیاره؟ خدایا تو به همگی کمک میکنی. لطفاً همراه ما کمک کن. کمک کن تا محتاج کسی نشم. راحت بخوابی یک دانی. شب خوش. مادر، پدرم پاسم خلاشه را بیرون کرد. او کدام کار بد کرده بود؟ نه خیر دخترم، کار بد نکرده بود. خالای شید زن بسیار مهربان و بسیار معصوم است، اما متاسفانه پدر تیره نمیفهم. از او خاطر این کار کرد. من میفهمم خالایش بسیار زن خوب است. کاش که همراه ما اینجا می بود. کاش که حالا یک داریم بخواب. دیدی ارجمند، اقاربشم هستن اما خود هیچ دخیل نمی سازن. هیچ دقیقشم نیستن. میگه در رستورانت است، اما از من خانه مبرایه. آخرام من ملامت شدم، اما آسیه خانم گفت که چندان زن خوب نیست. چشمایتان روشن، بالاخره چیزی را که میخواستی نماته شد. حالا خوش هستی؟ من میرم میخوابم. او زنه در وقت شب میخوانه ساختی، باز حال خودت راحت میخوابی؟ ایره بی حال کلگه بسر من مندازم به تو نیست. کلگیتان مقصر هستی. اگر کدام بلای بسر او زن بیایه باز حسابی ای کار ازتان میپرسم. چشمایتا باز کو دگه سحر. او یک زن پاک دامن نیست اگنه. در او وقت شب در میخانه چی میکرد؟ ارجمند، با او دروغای خود گناه او زنه نگی. او فقط میخواه سر پای خود استاد شود. باره ما دگه کسی در میخانه کار میکنه؟ معلوم دانست که نیتش دگه چیز است. توبه دهن ما باز نکن. چوب شو ارجمند، با او زن پاک تهمت نزن. از خدا بترس. بس از بگه. هنوزم از او طرفداری میکنی؟ او زن بد اخلاقه. او زن ما او زن پیش من بسیار زیاد ارزش داره. از هر کس و هر چیز و از کلگیتان که با ارزش داره. هیچ کدامتان به خاطر این کارتان نمیبخشم. وای وای، این زبان است یا پری آسیا. بشه آیشه شیده مثل آیشه شده. به خدا توبه. بیادر باز میبینیم. بفرما خواهر. شام بخیر. من یک اتاق میخواستم. اتاق داریم، اینی هم کلیش. قیمتش چند است؟ 50 لیره. خب کدام جای دیگر را میبینم بیادر؟ خواهر از یک اتاق ارزان پیدا کردن نمیتونی. 40 لیره هم میشه. نه خیر، او هم زیاد است. هر قسمی که خواسته باشین. بله. ای هنوز روزای خوب تست کنار. قسم میخورم تا وقتی که من زنده هستم روی خوشی را نمیبینی. آرامشت از بین میبرم. قسم میخورم که قصد راسم من ازت میگیرم.
بچه من یک دفعه مرد، اما تو هر روز خود مردی چنار. بچه بیا که کمی کش کنیم. نمیتون بیادر، بیازو کم مانده، پولم ندارم. برو از کسی دیگه بخوای. خواهر کم پول بده. پول ندارم. تو پول داری ناز نکو دیگه، کمی پول بده. الوکو گفتم الوکو باش ببینم. ولی از خدا پول ندارم الوکو. الوکو ای خب بسیار کم است، مقبولک. تمام پولم همیه. قسم میخورم که دیگه پول ندارم. بیا که بریم، همیشه هم سعیست. خدایا تو همرایم کمک کن، برام یک راه درست نشان بده. بخیر که صبح شده. مریض دارین چطور؟ در کدام اتاق است؟ نام مریضتان چی است؟ تو چی؟ نمیفهمی که در کدام اتاق است؟ فهمیده شد. حالا دیگه بخیز لوازمت بگی و بیرون شو. حالا هیچی. حالا هر کسی که خانه نداره باز اینجا را پیدا میکنه. توبه شماره اینا که شما داره نمودین فعلا به دسترس نباشد، لطفاً بعداً به تماس شوید. کجاست؟ چی میکنه؟ از دیشب که هیچ احوالش ندارم. انشالله که کدام بلای سرش نامده باشه. خدایا تو مادر من نجات بده، او رسه او سالم برم برسه. مادر ما خلاص شدی یک دانیم. حالا که بریم. دختر دایی صبح وقت کجا میرین؟ نخیر یارو هوشیار نمیشه. با خیالم عقلش از دل داده وقتی که برجه من گفتم باز او میفهمه که همراهش چی کنه. بازم او وقت عقلش سر جایش خاتمه. چارشم خلاص شد. هدیه خواهرام از قریه نامده. چی کنم؟ من کجا برم خدایا؟ لطفاً بر من یک راه نشان بده پروردگارا.
خود منتظر میمانیم؟ گفته بودن که صبح وقت نتیجه را میتن. شاید حال بیاین. ماشاءالله خانم بتول، بسیار خوب معلوم میشین حالا. زنده باشی خانم اسما. گپ شما را قبول کردم. از زیر سوال چیزی را که سردار داده نخوردیم. فکر میکنم از بلایی که میترسم سرم میآیم. نتیجه معاینت تا نامد. خب در نتیجه چی گفته؟ واقعا برام زهر داده شده؟ راستش در خونتان چندین نوع زهر تشخیص شده خانم بتول. خوب شد که سر وقت آمده معاینه کردین، اگر نه باز شاید بسیار دیر میشد. بفرمایید. باورم نمیشه. واقعا سردار میخواست مرا بکشه؟ احمق پال، تو چطور تونستی همراه ما این کار کنی؟ اما که پای دروغ بود. درست است خانم بتول. دیگه گریه نکنین، تیز شد بخیر. جوابی کارشان حتما میتام. حساب تمام کارشان خود پرداختن. خانم چنار، خیریت باشه. هفته از کدام سوپر آمدی اینجا آمدی؟ بسیار معذرت میخوایم. من نفهمیدم که کجا برم. خواهش میکنم. کار خوبی کردی. ندیم در داخل بود. تک تک میزدی بی؟ ندیم، ندیم، ندیم. با فرما بیادار. مهمان داریم. خوش آمدین. معذرت میخوایم، شما رو بیدار کردم. خواهش میکنم، کدام مشکل نیست. ندیم بچیم، تو بگی یک چای دیگه. درست است بیادار. بفرمایین. معذرت میخوایم دمه جان، در صبح وقت مزاحم شدم، اما باید خالایش را ببینم. میشه یک دفعه صداش کنی؟ خالایش اینجا نمی باشه. پس میفهمیده کجاست؟ نمیفهمم. آی بس است دیگه چتن. باره دیگه برم زنگ نزن و مرا راحت بان. اوف. بله سیبل، دمت زنگای من جواب نمیده. باید هم یادم رویش گپ بزنم. لطفا مرا کمک کن. معذرت میخوایم چتن، من کار کردن نمیتونم. نمیخوای همراهت گپ بزنم، پس او را راحت باش. تو کار خاص نمیکنی، فقط تو را وادار بساز که همراه من گپ بزنم. گوش کن، 2 ساعت بعد در جای همیشگی میرم، اونجا منتظر میباشم. درست است؟ برش بگو. درست است، من کوشش میکنم. تشکر بسیار زیاد. چتن است بخیالم. باز کدام گلاب آب میته. حال خود فهمیدم. زنده باشه. نوش جانتان. بکستان آماده کده ماندین. خیریت باشه. کدام جایی می رفتین؟ کاکا فیصل مرا از خانه بیرون کرد. چند روز امرای دخترم زندگی میکردم. از این بیشتر دیگه اونجا بودن نمیتونم. ما باید هر چیز زود به خود یک کار پیدا کنم. یک لحظه من درست نفهمیدم. فیصل بیادر شما رو چرا از خانه کشید؟ خانه را فروختن. کسی که خانه را خریده میخواه اونجا کوچ بیایه.
ای چه قسم یک کار است؟ تو چطور میتونه یک نشینه بکشه؟ چیزی که شدنی بود شد دیگه. ما در قصد دیگران نیستم آقا خلیل. فقط میخوایم به خود یک خانه و کار پیدا کنیم. به خاطر رو پیش شما آمدیم. پناه به خداوند. اما یک دفعه همراه فیصل بیادر گپ میزنم. حالا که شما را بدون از اینکه خبر بته کشیده، کرای خانه را باید پس براتان بته. شما هم اینجا باشین. من زود پس میایم. چی کار خوبی کردی که خانم اصلی را خواستی؟ بسیار وقت میشد که با هم ندیده بودیم. خوب کردی. مام زیاد میخواستم که دعوتشان کنم، اما قسمت امروز بود سردار. میگن دل به دل راه داره. بیا تو ما میخواستم که برات زنگ بزنم با تشویش صحتت بدم، اما تو را سر حال میبینم. معلوم میشه که سردار ازت بسیار خوب مواظبت کرده. قدر و قیمت همسرت بفهم. زنده باشه. چرا نه انسان نمیخوری؟ اگه خوشت نامد چیز دیگه بر جور کنم. در روزا هیچ اشتها ندارم، هیچ چیز دلم نمیشه که بخورم، اما آب میوه نوشیده میتونم. شاید اشتهای مرا باز کنه. بسیار خوب، امیال برات میارم. صبر کن. تو بسیار خوشبخت هستی بطل. مثل سردار دیگه کسی پیدا نخواد کردی. من تا تشنابه میرم، زود پس میایم. چرا امرای تو میکنی سردار؟ مرا هیچ دوست نداری؟ ما امرای چی کردیم؟ تو چی کردیم که میخوای جانم بگیری؟ یعنی قزم نفرت داری؟ بله خانم اسما، میشه یک بار اینجا بیاین لطفاً؟ حالا دیگه دمت بیا. لطفاً مرا منتظر نمان. بیا. ما در اینجا چی کار داریم سیبل؟ میگم که دلم نمیشه، اما بازم مرا بزور اینجا میاری. نمیفهمم که منظورت از این کارا چی است. اما خواستم کمه هوای تازه بگیری دمت، چون در این روزا بخی یک رقم دیگه شدی. لودا گپ میزنی. خدا را هزار بار شکر که دمت آمد. خداوند شکرت. حالا دیگه چتن پیشش برو. دمت شما با هم نقشه کشیده بوده؟ منظورت از این کارا چی است؟ معذرت میخوایم، اما مجبور هستی باید یک بار گپای چتنه بشنوی. اتخا نمیشه که رابطه تان دفتن از بین ببری. حداقل خود چتن حق داره. دمت خواهش میکنم امرای من قسم نکن. چی میشه یک دفعه گپای من گوش کن لطفاً. ببین برات وعده میکنم، باور کن بعد از دیگه هیچ وقت تو را جگر خون نمیسازم. قسم میخورم دمت. توی عاشق کمر مهیدره ببین هنوز منصرف نشده، پس این و توی قدر اهمیت داره ها. بفرمایین، گرم و تازه است. من دیگه براتان تازه آماده میکنم. زنده باشین. نوش جانتان. مادر دیگه خالایش با خانهش رفته. او که خانه داره، از این خاطر کجا رفتم میتونه. اینجا بوده. خدا را شکر.
نبودی مادر. پیش هدیه خواهرم رفتم نبودی. بسیار ترسیده بودم که شما را چیزی نشه. چیزی نیست که بترسی دخترم، من خوب هستم. خاله یک دانه. خوش آمدین. بفرمایین بشینین. چرا استاد هستین؟ چای میخواین که همیال براتون با زحمت میشه. مشکل نیست. با جایی که اینجا آمدی باید برات یک خانه پیدا میکردی. تمام شب به خاطر تو بسیار بدش میشه. خداوند بزرگ از دخترم. حتما یک چاره پیدا میشه. آقا خلیل رفته با صاحب خانه گپ بزنه. کرایه خانه رم دوباره میگیرم. باز ببینم که چی میشه. اگر پول بگیرم باز خانه نو میگیرم. کاره چی ده سر شروع خود کردیم. انشالله. فیصل بیادر زود باش دروازه را باز کن. فیصل بیادر. فیصل بیادر گفتم دروازه را باز کن. بفرما خلیل. خیرتی باشه رفیق. من ضامن خانم عایشه هستم. چرا مشکلاتت با من نگفتی ها؟ چی مجبوریت داشتی که او را از خانه کشیدی؟ خانه از من، صلاحیت از من به پول زیاد ضرورت داشته و باز خانه ما فروختم دیگه. قبل از اینکه او را از خانه بکشی چرا ورش یک بار خبر ندادی؟ چرا این کار کردی ساده خدا؟ درست از دیگه زیاد گپ نزن. هر قدر کرایه که برام داده بود پس برش میتم. تو تشویش نکن. خانم عایشه باز برای خود یگان خانه دیگه پیدا خواهد کرد. پولش خب باید برش بتی. فهمیدی؟ مشکل من خود تنها پول نیست. زورت به یک زن بیچاره میکشید که از خانه کشیدیش. کسی که خانه را خرید که فرچی زودتر تقلیش کن. من دیگه چی میکردم خلیل؟ تو هیچ بگپ نمیفهمی. خب دیگه تو هیچ گپای من نفهمیدی فیصل. برام بگو خانه را به کی فروختی ها؟ من امروز او گپ میزنم. اونا نمیخواین نامشان گرفته شود. از این خاطر گفتن نمیتونم. برو دیگه. فیصل بیادر بیبی من یک کار میکنم. زود باش برام آدم واره قصه کو که چی گپ شده. زود باش. دمت لطفا طرفم سیل کن. چرا امرای مقسم میکنی؟ ها؟ چرا امرای مقسم رویه میکنی که من با تو هیچ رابطه‌ای ندارم؟ یعنی کدام رابطه دیگه مانده چتن؟ تو برم دروغ نگفته بودی؟ مثل طفلا مرا فریب ندادی؟ مجبور بودم عشقم. وقتی تو گفتی که مدیر شدی، معاون مدیر شدی، باز عقلم از دست دادم. نفهمیدم برای چی بگویم. نخواستم قلبت بشکنانم. آفرین. بسیار کار خوبی انجام دادی. جزو با این کارایت قلب مرا نشکستاندی. درست است. درست است. اگه مدیر میگی مدیر، اگه معاون میگی معاون بگو. به خاطر تو هر کاری که از دستم بیایه انجام میتم. اگه نیاز شود شبها روزا به خاطر تو زحمت میکشم. دمت. اگه بعد از 20 سال عروسیام کردیم مشکل نیست. من تا 20 سال پیر میشم. تا آخر ما چطور خود کردیم؟ قرضارا چه قسم پرداخت کنیم؟ پول برقه چه قسم پرداخت کنیم؟ پس کلش همی است. کل مشکل پول است. یعنی من پول ندارم مرا اعلامیتی؟ بله، مشکل من پول است. چون از همه چیز که مهمتر پول است. تو ایران نمیفهمی بدون پول حتی نمیتونی کسی دوست داشته باشی. بدون پول حتی زندگی کردن بسیار مشکل است. چطور چرا نمیفهمی؟ حتی عشق یک چیز بی‌معنی میشه. طرفم قسم نبی. من مثل تو با رویاهای ناق زندگی کردن هم میتونم. من تو کدام دختر خاصه نیستم. از وقتی که خدا شناختیم در 4 دیوالی دکان در دستای پشقا بوده و بس جته. من یک زندگی راحت میخوایم. مثل که دخترام ما میخوایم زندگی راحت داشته باشم و من چیز زیادی میخوایم. چته برم بگو توقع من زیاد است. تو برم زندگی که میخوایم آماده کده میتونی؟ نمیتونی. پس مرا ایلا کن.
خلاص شد. رابطه ما دیگه خلاص شد. از ما دیگه منصرف شد. اجازه بده که درای خود ادامه بدم چته. زندگی سرت باشه چتین. این خوش شروع کار است. روزای بدتر از زیر خواد دیدی. فقط چند روز دیگه منتظر باش. باز مقبوله که تو همراه من خواب دیدی. کل چیز پول است چتن. اگه پول نداشتی باز آدم نیستی. حتی تو لایق دوست داشتن هم نیستی چتن. نظر به ای که پت میکنی حتما کدام گپه است. بیبی برم بگو اگر رفته خودم پیداش میکنم. قربانت شم خیلی لطفاً چلگی نکو دیگه. ما را نقد جنجال ننداز رفیق. خب درست است. یک دفعه علی اردیتون دوا باز کنم باز میفهمی گپ ما. خانم آسیا بود. گفتی خانم آسیا؟ معلوم میشه کمره خانم آسیا کدام مشکل دارن. گفت اگه کرایه نشین هر چیزو تر بکشی باز دوباره برای خانه برات پول میده. بس کل چیز به خاطر پول است. اما تو راست نیدمت. اگه پول میداشتم باز مرا اعلان نمیکردی. دوست داشتنم پول میخوایم. درست است. پس ما پول دار میشم و تو هم از من میشی. او کار دیگه خلاص شد بیادر. پولم آماده است. مار وارد از حیف خواب است. زنده باشی بیادر. من میگم خدا یارت باشه. بیادر حالا باید قطع کنم. بعداً برات زنگ میزنم. خوش آمدی. بیا بشی. نه خیر. به خاطر پیشنهاد کارت آمدی. کدام پیشنهاد؟ خودت برام گفتی اگه میخوای امرای ما کار کو. هر وقته که تو بخوای. پس درست است. سر از فردا کار شروع میکنیم. آفرین. بالاخره راه را پیدا کردی. از این بعد امرای پول بازی خواد کردی رفیق. در بین ما خوش آمدید. چی میکنی؟ دیوانه شدی؟ کم بود قلبم از ساچوه. بسیار ازت معذرت میخوایم. فکر کردم اگه پیدایت نتانم چی خواد کردم. مثل مجنون دیوانه خواد شدم. در هر جای فقط تو را میپالم. منظورت چی است؟ تو چرا مرا میپالیدی؟ کدام چیزی شده؟ ما دختر را میپالم تا ای گل زیبا را برش بتام. تو مثل ای زیباستی. از تو که زیباتر کسی را ندیدم. حالا دیگه بیبی اگه ایره قبول نکنی باز قلب مشکنه. آیا تو میره میخوایی؟ بگو دیگه نی؟ گپای گذشته را از یاد میبریم. یعنی از سر معرفی میشیم. ما قدرت هستم. تو ملکه دخترات دمیت هستی ها؟ بونش نیست چرا شیشتی؟ کم است که دروازه را بشکنانه. دروازه را باز کنین. پلیس است. پلیس گفت؟ کدامتان اصلی هستی؟ خیرت با جمعی تو چی کردیم؟ بطول؟ هر دویشان دستگیر کن. خیریت باش آمر صاحب. چی ریخته چی پاشیده؟ چرا ما رو ولچک میزنین؟ چی گپ است؟ همسرتان شکایت کرده که شما میخواین او رو بکشین. بطول یک چیز خوب بگو. اینا را دستگیر کنین. در بینی زهر است. میخواستن مرا بکشن. چی چت یاد گفته میری بطول؟ بطول خدا لعنتت کنه.
سوال بسیار مقبول است. بسیار تشکر. در سلمه باید از تو تشکر کنم. این لبخند زیبا و مقبولی تا که میبینم. راستش این گل پیش شما یه چیز نیست. میخواستم یگان چیز دیگه هم برات بگیرم. باز فکر کردم برات گرنگی نکنه دمت. شوخی نکن دیگه. شوخی نمیکنم. میفهمی تو لایق بهترین چیز هستی. حتی گل مقابلت میشرمه. ای تو خانه همیشه بریم یگان جای بشینیم چای بنوشیم و یگان قهوه بنوشیم. چی نظر داری؟ یکی دیگه خدا خوبتر بشناسیم. ساعتم هم تیر خواست شد. امروز کم مصروف هستم. کدام روز دیگه؟ درست است جانم. هر چی تو بخوای. باز خواد دیدیم. باز خواد دیدیم. این کار بسیار آسان بود چتین. دختر را که قدر برش حضور میکدی فقط با یک دست گل گپش دادم. تو دیده برو. از یک کده بدترش دیده برو. آقا خلیل نامدن. دلم میشه از پشتشان برو. به نظرم بهتر از کم تگام منتظر باشی. چی شده؟ کجا رو سعی داری؟ خدا لعنتت کنه. فکر کنم مرا دید. مادر چرا اون طرف میبینی؟ اون نفر مرا تعقیب میکنه. او آدم همراه آسیا مادرم دیده بودم. معلوم میشه که مرا تعقیب میکنه. مادر صبر کن ما میایم. حیرت باشه خواهر. کدام چیزی شده؟ استاد شو. چی گپ شده؟ ندیم بیادن. استاد شو تو رو میگم. او را استاد کنین. گیرش کنین. استاد شو. خلیل بیادر بگیرش. نمانی که جای بره. بیارش اینجا بیارش. کی هستی؟ چرا با گفتی آسیا مادر مرا تعقیب میکنی ها؟ گپ بزن اگه از اینجا زنده نمیری. برهان حالا برم یک چوب بیار. درست از بیادر. ما چیزی نکردیم. مرا ایلا کنین. هر گپ که خانم آسیا گفتن امور انجام دادم. پس تمام کار او انجام داده ها؟ خانه را خانم آسیا گرفته. فیصل امو تو گفت. تمام کار تو کدی. تمام کار تو امرایم کدی. تو باید حسابی کارایت بتی آسیا مادر. باید بتی. مادر میخوایی کجا بری مادر؟ الهیم که دخترم بعد از این کس مانع شده نمیتونه. مادر یک بار صبر کن. مادر درو حالا دخترم بیا که بریم. این کارا نباید همراه میکردی آسیا مادر. نباید میکردی. باش ما میخوایم برو. مادر کجا میری؟ آرام باش دخترم. حالا بیا. بیا دخترم. کجا میری؟ هر چیزی که میکنی بکو تسلیم نمیشم. تا وقتی که نفس میکشم اولادم ازم دور کردن نمیتونی. از این به بعد آرام نمیباشم و کسی مانع شده نمیتونه. کم مانده چنار. بسیار کم وقت مانده که از اینجا گم شوی و بری.
ای خو هنوز هیچ چیزم نیست. تو جیگرم هوا بچه نازدانه مزم گرفتی. ما خو هنوز تنها خانه و کار ازت گرفتیم. جانان من میبینم. خیریت باش اسما. موبایلم از یادم رفته بود، فکر در سالون مانده. اسما دخترم خیرت باشه. موبایلم از یادم رفته بود. شاید دم اینجا مانده باشه جانم. او تاکسی که در پیشوری است تعقیبش کن. مادر ما کجا میریم؟ نه ترسی، یک داریم چیزی نیست. کمی پیش در دست چپ دار بخ. خانم کاکا پیداش کردم، در زیر روزنامه بود. خب درسته. پس من دیگه میرم. خب دخترم حال کامدی یگان چیز بخو باز برو. راستش نمیشه مادر کلان، یعنی امکان نداره. حالا جانم یگان چیز بخو، شکم گوشنه نرو. درست است مادر کلان جان. جانان بس ما یگان چیز آماده کو دختره. آسیا مادر، زحل دروازه رو باز کنین. دروازه رو باز کنین. ما آمدم آسیا مادر. هر گفتاری که داری بیا پیشوریم بگو. هر چیزی که میخوایی بکنی بیا مقابلت بکن. یگان شبکه درست خبره پیدا کردن نتونستم. هیچ خبر نداریم که در کشور ما چی جریان داره. صدای من نمیشنوین، دروازه رو باز کنین. جانم مادر تو همینجا منتظر باش. درست است. مادر چی میکنی؟ نیک دیوانه شدی؟ الهیم کو سحر. لطفا مادر جان قربان چامتون نکن. الهیم کو سحر. لطفا مادرتون نکن. الهیم کو سحر. هر چیزی که میشه شوه بار که موضوع خلاص شوه. پس شو. لطفا مادر کار نکن، خواهش میکنم این کار نکن. این کار نکنم؟ من 20 سال جزای کاری را که نکده بودم دیدم سحر. گفتم بیگناه هستم اما باور نکردن. مادر گفتم دستشون ماچ کردم اما گفت قاتل هستی. گفتم این کار نکنین، نه تو نگوین، اما من از خانه کشید، دلشان برم نسوخت. حتی من از خانه خودم بیرون کردن. گوش نماندم، سرسرکا خوابیدم. در پشتم نفر روان کرد. باز چطور چوب باشم سحر؟ چطور مانع شوم؟ حالا دروازه رو باز کنه. مادر کلان؟ این صدا از کجا میآید؟ کدام صدا؟ من خو نشونیدم. توبه فکر کنم کس جیغ میزنه. خیریت باشه. از ما کدام صدا را شنیده دخترم؟ خانم کاکا فکر کنم در بیرون غال مغال است. توبه جانان. مادر من قربان چام، لطفا این کار نکن، خواهش میکنم. بافام چشم مادر کلان من نفرت کور کردم. اگه گپم بذاری قبول نخواد کرد، هنوزم بدتر میشه. از خود جان دارم سحر. لطفا ماره من نشو دخترم. لطفا مادر جان این کار نکن. تو میگی که چوب باشم سحر؟ این کارش بدون جزا بانه. من تنها خواستم که اولادم به دست بیارم. چقدر دیگه این کارش نیدم خود داشت. چقدر همراهم بدی میکنن. مادر جان میفهمم تو مستحق هیچ کدام اینا نیستی، اما با گپ زدن با مادر کلانم چی تغییر خواهد کرد؟ خود گفت پیش خانم آمده تهمت میکنه. اگر شکایت کنه باز نقطه تنجال میمانی، وضعیت از این کلام بدتر میشه. من شما را بعد از 20 سال پیدا کردم، بار دیگه از دست دادن نمیتونم. بیبی تو حق به جا نبستی، ما به خاطر منتظر ماندن اشتباه کردیم. اگر اسما و چتن حقیقت میفهمیدن باز مادر کلانم هیچ کاری انجام دادن نمیتونست. اما هنوزم دیر نشده، همراه اونا گپ زدن میتونیم، کلی چیزا برشون قصه کردن میتونیم. باز وقتش کس مانی ما شدن نمیتونه. حالا مادر بیا کس اینجا بریم، با جایی که همراه مادر کلانم گپ بزنی با رو داد گپ بزن، باز کلگی با خبر میشه، تمام چیز حل میشه. حالا مادر جان، حالا مادر از اینجا بریم لطفا. حالا یک داریم تو برو کم بازی کن. بیا مادر ما تو اینجا بشینیم.
به بیادر خواهرت چطور بگویم سحر؟ اگه مرا نخواین چی؟ قسمه که قبلا میخواستی بگویی حالا اما تو بگو. با هم یک جا در مقابلشان ایستاد میشیم، دست به دست و شانه به شانه. برشان میگی که من مادرتان هستم، من بیگناه هستم، پدرتانم از بین نبردیم. قسمه که برای من گفتی اما قسم به اونام بگو. لطفا دیگه گریه نکن. ما و تو تا امروز بسیار گریه کردیم، از این به بعد دیگه گریه نمی کنیم، همیشه خوش و خندان می باشیم. انشالله دخترم، انشالله. پس حال چی کنیم ها؟ اسما و چتنه با کدام جای بخوایم یا جدا جدا بخوایمشان؟ میخوایم امروی خانم آسیا گپ بزنم. جانان کی است؟ میگه خانم آسیا را کار دارم خانم سحر. پس برو برشان بگو. مادر اولم روی اسما گپ میزنی. اما سحر اسما بسیار عصبانی، چون اسما از اینجا میرم مادر. کجا میرم؟ به انگلستان میخواه برم. به انگلستان گفتی؟ تو چی میگی سحر؟ این گپ دیگه از کجا شد؟ ما چی بفهمم مادر؟ ده اونجا ده کدام پنتون امتحان داده بود کامیاب شده. اسما دختر خورد من، حالا که برش قدر نزدیک شدیم باز تو قدر دور رفتم میتونه؟ اونجا بسیار دوره سحر. پیش از این که بفهمه که من مادرش هستم میره. درست است. اول بس ما میگم مجبور شدم خانم، کل دکاندارا سر من حمله کردن، با مشکل جان خود نجات دادم. پس چنار فهمیده که این کارا رو ما انجام دادیم ها؟ پس حالا که کل چیز فهمیده و میفهمه که ما این کارا کردیم، حتما ایران فهمیده که ما چی کارا کردم میتونم. درو حالا دخترم بیا که خانه بریم. اول پیش خلیل بیادر میرم، بکستم میگیرم، بدنم خانه میریم. نمیشه سحر، ما بار دیگه نمیخوایم به او خانه قدم خدا بانم. اما مادر شلا نشو سحر، آمده نمیتونم جان مادر. من تو قسم تنها مانده نمیتونم سحر. من از جایی که کشیدم میشم بار دیگه نمیرم. پس میخوایی چی کنی؟ کجا میخوایی بری؟ تو تشویش نکن جانم، من حتما یک راه حل پیدا میکنم. بگی. اینو پیش خود نگاه کن. ایتو نکن مادر. سحر لطفا مادر بدو قدر زیادم نیست، حداقل اجازه بدین که کمکتان کنم. زود شو بگی. پس حالا ما باید چی کنم؟ با یک چند روز نباید این طرف دیده شویم. اگر کار داشتم برات زنگ میزنم. خوب است. مزد میخوایم آقا خلیل شما را به زحمت ساختیم. استغفرالله، برای مهم نیست. کاش که بیشتر از این براتان کمک کردم میتونستم. بازم خدا من از شما راضی باشه، همین برم زیاد است. اگر شما نمی بودین اون نفر از پیشم فرار میکرد. از کارای آسیا مادرم خبر نمیشدم. تو تشویش نکن مادر جان، کارای مادر کلان من برملا شد. چطوری قبط شدم میتونه هیچ باورم نمیشه، اما تو تشویش نکن. بار دیگه امروز قرض گرفتن نمیتونه. خدا کنه. خب حالا کجا میرین؟ خدا من بزرگ است، حتما یک جای پیدا میکنم. اگه خواسته باشین در خانه ما بوده میتونین. ما و عمر اینجا میباشین. یک اتاق خرد و تشنابام داره، همینجا کفایت میکنه. زنده باشین. خدا من استان راضی باشه. نمیخوایم از این بیشتر مزاحم شما شوم. ما به یک هتل میرم. هر قسمه که شما بخواین. اگه تصمیمتون رو تغییر دادین باز دروازه برایتان باز است. زنده باشین. عروسی چنار میخواه که چی کنه؟ حالا که فهمیده کل کارا را ما انجام دادیم، باز چرا این قسم چپ است ها؟ راست میگین مادر جان، آرام بودن او خطرناک است. اگر میگین ما یک دفعه پیشش برم، باز خود فهمیدیم که چی گپ است. عروس گپایم خلاص نشده، در جایت بیشی زود باش. تو کوشش نکو که این موضوع را از این قدم کلانتر بسازی عروس. مادر جان اگر میگین باز از خانم نریمان کمک بخوایم،
برش بگوییم که ازش مواظبت کنه و متوجه کارش باشه. مجبور هستیم همه تو یک کار کنیم. همیاله برش زنگ بزن. قدرت پوی راست آب در کوزه و ما تشنه لبان میگردیم. اما شما بالاخره آمدین؟ بله آمدم. لیکن منتظر کسی دیگه بودید؟ خوش آمدین همه جان. از آمدنتان خبر ندادین، از این خاطر حیران شدم. چطور شد؟ کارتان خلاص شد؟ باش دخترم، دمم راست شو باز بعد کلش قصه میکنم. خیرت باشه. این گلا دیگه از کجا شد؟ راستش سیبل زنده باشه، او برام آورد. باز خوب است. آفرین. خب دیگه تو او رو بان. ما برات خبرهای خوش دارم. حالا زود باشین بگوین همه جان. حالا اول بر می قهوه مدکو جانم باز برات کلش قصه میکنم. درست است. شاید اتاق هتل بسیار قیمت باشه. خدا کنه که اتاق ارزان پیدا شود. مادر تشویش نکو، ارجمند کار پیدا کرده، پیشکیم گرفت. یعنی ما کم پول داریم، اوقات داریم تا برات یگان جای خوب پیدا کنم. بازم دخترم تو قدر مصرف نکو، نشه که بعداً پشیمان شوی. هدیه خواهر زنگ زده. بله؟ مرد خبرهای خوش دارم. از این خاطر شیرینی میخوایم. خیرت باشه خواهر، چی شده؟ برات موبایل گفتن نمیتونم. باید با هم شیشه رو برو گپ بزنیم. تو هم یال کلا وسایل تا جمع کرده اینجا بیا زود باش. نگی بکته که داغ نرفته بودی اقدر زود پس بله زود آمدم. دازم دست خالی هم نامدیم. حالا زود اینجا بیا، برات خبرهای خوش دارم. درست از خواهر، همیاله میایم. چی گپ است همه جان؟ کمه دیگه هم صبر کن. پس انتر خود فهمیدی که چی گپ است دختر. عادی خواهر چی میگفت؟ کدام چیزی شده؟ گفت برات خبرهای خوش دارم، از این بیشتر چیزی نگفت. گفت وسایل تا جمع کرده بیا. حتما برات خبر خوش داره. خب دیگه انشالله. دلم بسیار نارام بود که در هتل تنها میمانی. او زن باز پشت ما را گرفته. نمیفهمم باز چی مشکل داره. بانش دخترم تیرت بیار، دقتش نشو. خیرت باشه، باز بایی بکست. نه که به قریه میری. چرا میپرسی؟ به خاطر کشیدن از خانه هر کار کردی. حالا تو را چی غرض که ما کجا میریم؟ راست میگی، حق باشه ماست. کار خوب انجام ندادیم خانه مایشه. بسیار معذرت میخوایم. مهم نیست. شما را خدا جگر خون نکنه. تو چطور امکان داره؟ به خدا بسیار به تشویشتان است. حالا چی خواد کردین؟ کجا خواد رفتین؟ زنده باشین. خدا را شکر جایی به رفتن دارم. راست میگید، بسیار خوش شدم. در کجاست؟ در جایی که از سر صدا دور است، جایی که بتانم آرام و بدون کدام جنجال زندگی کنم. از این خاطر دلتان جمع باشه. به خاطر شما بسیار خوش شدم. دخترم، من کم کار دارم. بعدن باز در خانه میبینیم. توبه ای زنم هچم چی کده؟ دقتش نشه جانم، من دیگه از اینجا میرم. شما هم خانه برین، درو شاید خسته شده باشه. لطفاً دیگه خانه بریم. پای بسیار درد میکنم. درست است دخترم، میریم. امی که اونجا رسیدی برم زنگ. درست است دخترم. خداحافظ جانم. خداحافظ. خواهر ما خانه میرفتیم، چرا اینجا آمدیم؟ که دیگه هم صبر که حال خود فهمیدی. بفرما. خب چطور؟ خوشت آمد؟ بسیار مقبول است. اما اینجا خانه کی است؟ از ما است، از ما. از این به بعد جدا زندگی نمی کنیم. با هم یک جازری یک در زندگی خود کردیم خواهرم. راست میگی خواهر جان؟ البته که راست میگم.
زمینی رو که در قریه داشتم او را فروختم چنار. ما اونجا را فروخته اینجا خانه گرفتیم. از این بابت اینجا هم خانه ما و هم محل رزق ما خود بود چنار. نمیفهمم که چی بگویم. بسم الله بگو خواهرکم، بسم الله بگو. اگه با هم یک جا و یک دست باشیم باز هیچ کس مانع ما شده نمیتونه انشالله. حالا دیگه داخل بیا، کاش پس خانه رو برات نشان بدم. بیا بیا. دوستانی عزیز، دوستان برای پیشرفت کاری ما обуна шуданро ва лайк гузоштанро фаромӯш насозед. ин ҳама заҳматҳо ба хотири шумост. барои заҳматҳои моро қадр карданатон аз шумо сипосгузорем. ташаккур барои таваҷҷӯҳатон. دوستانی عزیز، دوستان برای پیشرفت کاری ما обуна шуданро ва лайк гузоштанро фаромӯш насозед. ин ҳама заҳматҳо ба хотири шумост. барои заҳматҳои моро қадр карданатон аз шумо сипосгузорем. ташаккур барои таваҷҷӯҳатон.